جماعت نهادن تا خبر به آیت الله خمینی رسید. بعد از ظهر موت شد طبق معمول. خمینی وقتی خبردار شد که تازه قطعنامه رو پذیرفته و بسیار بسیار زیرکانه، یعنی که هنوز تلخی اون سمی که خورده بود تو دهنش بود. نقطه خوبی ایشون اشاره می‌فرمایند. قطعنامه فرصت کرد، این فرصت رو غنیمت شمرد و برای اینکه یک تکان ایران پس از قبول قطعنامه بدهد یکی دو تمرین کرد. یکی این که اون خانمی که گفته بود من از فیلم‌های اوشین بیشتر می‌آموزم تا از فاطمه زهرا، او رو تهدید به قتل کرد، او رو محکوم به ارتداد کرد که بعداً رئیس صدا و سیما آقای محمد هاشمی برادر مرحوم رفسنجانی رفت پیش امام، پیش آقای خمینی و با او بسیار سخن گفت تا او از اون حکم درگذشت، ولی معلوم بود که دورخیز کرده و به دنبال یک حرکت نمایانی است که قصه سلمان رشدی و کتاب او پیش آمد. اینجا بود که آقای خمینی دید که بهترین فرصت به کف او آمده است و لذا درنگ نکرد و بیانیه‌ای داد بسیار کوتاه: انا لله و انا الیه راجعون. کسی به نام سلمان رشدی چنین کرده بود، چنان نوشته بود، حریم مقدس پیامبر اسلام اهانت و جسارت. یادتون باشه که هر دو هندی هستند، هم سلمان رشدی هندیه و هم خمینی. خمینی با این فتواش سلمان رشدی رو مشهور جهان کرده است. برای هر مسلمانی واجب است که هر جا او رو یافت او رو بکشد و اگر خودش هم کشته شود شهید خواهد. و این رو نه فقط به ایرانیان بلکه به مسلمین سراسر جهان خطاب کرد. یک مرتبه قوقای بزرگی برخاست، یعنی آقای خمینی واقعا به مراد خودش رسید. هم در داخل ولوله افتاد در ایران و من خودم اون موقع بودم و کاملا شاهد بودم در مجالس و محافلی که شرکت می‌کردیم و در اون موقع هنوز با بعضی از بزرگان قوم یا نزدیکان به حکومت هم نشست و برخاستی داشتیم و هم در خارج کشور که می‌دونید که چه خبر شد. هر روز خبری از اینجا و اونجا می‌رسید و تمام کشورهای اروپایی همشون اعتراض سیاسی بلند کردن به ایران، سفراشون رو فراخواندن، کارها کردن و درگیری‌ها در نقاط مختلف رخ داد. بعضی از مترجمین اون کتاب به زبان‌های دیگر در شهرها و کشورهای مختلف کشته شدند و خود سلمان رشدی هم که برای 9 سال در اختفا رفت، کاملا پنهان از نظرها بود و دولت انگلستان برای او محافظانی گماشته بود و زندگی او به شدت محدود شده بود. همسرش از او جدا شد و طلاق گرفت و خلاصه او هم مشکلات فردی و اجتماعی بسیار پیدا کرد. من به یاد دارم که در همون ایام که آقای خمینی اون فتوا را داده بود و هنوز زنده بود و ما در بعضی از جلسات بودیم، من میگفتن که مشکل خیلی ریشه‌ای تر از این هاست. یادمه در جلسه‌ای که از قضا آقای حداد هم بود، آقای حداد عادل که از دوستان قدیم بنده بود که البته مدتی است که مرافقت با او بدل به مفارقت شده است، به او گفتم که چطور ما شیعیان به مقدسات دیگران اهانت میکنیم، به خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم. اصلا هم یادتون باشه تنها فرقه‌ای که اهانت نمیکنه به هیچ کسی سواد اعظم مسلمانانه، اهل سنت و جماعت، نه به مسیحیان نه به یهودیان، بلکه مقدسات اونا مقدسات خودشونه لیکن اونا غلو کردن. نه به شیعیان هیچ کسی اهانت نمیکنن. باکی نداریم و اهمیتی نمیدهیم و فکر دلازردگی دیگران نیستیم از این بی‌حرمتی ها، از این بی‌ادبی ها. اما اینجا ناگهان چنین عکس العملی نشون. همه به من یک سره گفتن نه اینا با هم فرق در حالی که هیچ فرقی نداره و اگر قرار است که ناسزا حذف شود همه جا باید حذف شود و ما در همه جا باید جلو او بایستیم، نه اونچه که ما میپسندیم اون رو روا بداریم، اونچه که نمیپسندیم ناروا بدانیم. این رو میگویم برای اینکه بگم نه تنها
جناب رشدی رو باید ملامت کرد، ملامت باید کرد، این عمل او و این رمان او رو تقبیح باید کرد که این یک کار ادبی صرف نبود. این حتی به احترام مسلمانان باید او قلم خود رو نگه می داشت. هی از حق آزادی بیان دم میزنن. بله حق آزادی بیان هست، ولی احترام به دیگران کجا رفته؟ سوء استفاده از این حق کجا رفته؟ گاهی هست که ما از حقوقمون سوء استفاده میکنیم. من اگر صدای موسیقی رو در خانه‌مون بلند کنم که همسایه من آزار ببینه، نمیتونم بگم که من از آزادی دارم استفاده میکنم، دارم سوء استفاده میکنم. این یک حق است نه یک تکلیف. خب پیامبر اسلام درگذشته، میگویند ایشون که درگذشته کسی به او اهانت نمیکنه. بله به درگذشتگان نمیشه اهانت کرد، ولی به حاضران چی؟ اونها رو آزردن چی؟ نه تازه در اسلام مرده انسان مثل زندهش احترام داره. از مرده هم نباید بدگویی کرد، مگر اینکه اون بدگویی راجع به امور عمومی باشه که به ضرر جامعه باشه. چه گفت این حق من است که همه رو بیازارم، دیگران برن فکر خودشون رو بکنن و آزرده نشون؟ نه، در جهان آزاد احترام متقابل شرط است و به هیچ نامی این حرمت ها رو نمیتوان زدود و اینا همه جانبه است، نه مسلمان نسبت به دیگران نه دیگران نسبت به مسلمانان. و مخصوصا وقتی که آتش داغ شود و فتنه بالا بگیرد، در اونگاه حوادثی هم رو خواهد داد که غیر قابل محاسبه و غیر قابل پیش بینی است، چنان که رخ داد. یادمه که وقتی که ایران به اروپایی ها قول داد که فتوای آقای خمینی رو دنبال نخواهد کرد و پرونده اون فتوا رو خواهد بست و اون جایزه رو در میان نخواهد نهاد، خب خاطرها آسوده شد. من در همون ایام در ترکیه بودم و با دوستان روشنفکر ترک نشست و برخاست داشتیم، من جمله یکی از مشهورترین روشنفکران ترک به نام علی بولاچ که ایشان این اواخر هم به دلیل اینکه ظاهراً با گولن مراوداتی داشته یا در روزنامه اونها چیزی نوشته بود، به 3 سال زندان محکوم شد در دولت اردوغان. باری این روشنفکر که یکی از مترجمان قرآن به زبان ترکی هم هست و همواره سرمقاله نویس است در روزنامه‌های مختلف، ایشان که خبر شنیده بود که ایران فتوا رو و اجرای فتوا رو متوقف کرده، آمد پیش من و یادمه آمد و گفت فلانی نسیل حالت چطوره و بعد این مطلب رو مطرح کرد. گفت چی شد؟ این فتوا که الهی بود، شرعی بود و پس گرفتنی نبود، چرا اینا پس گرفتن؟ چه اتفاقی؟ گفتم جناب آقای بولاچ این فتوا از اولش هم سیاسی بود، حالا هم سیاسی است، هم صدورش سیاسی بود هم پس گرفتنش سیاسی بود. این اصلا چیزی نبود که واجب شرعی باشه مثلا بر آقای خمینی یا بر هر فقیه دیگری. تازه در همون وقت هم بعضی از فقیهان مخالفش بودن. حتی در همون وقت هم آقای خامنه‌ای که هنوز رئیس جمهور بود کوشید که این فتوا رو نرم کنه و آمد و در نماز جمعه گفت این بیچاره سلمان رشدی اگر توبه کند توبه او پذیرفته خواهد شد و آقای خمینی اعتراض سختی به او کرد که نه، این سلمان رشدی اگر سلمان فارسی هم شود قتلش واجب. خمینی خوب میدونست داره چه کار میکنه و چه بازی رو پیش میبره و واقعا نتیجه هم گرفت. از اون اقدام 100% سیاسیش محافظه کارترین دولت‌های جهان اسلامی مثل سعودی عربی رو به دنبال خودش کشوند و اونا پس از فتوای خمینی بود که یکی پس از دیگری وارد میدان شدن که عقب نمانند و همه محکوم کردن. البته فتوای قتل ندادن ولی محکوم کردند و تقبیح کردند. محکوم کردن، لیکن محکوم کردنشون در جهان اهل سنت شروع شد، بعداً به ایران رسید. همچون خود شما اشاره کردی خمینی سوار موج شد و نویسنده رو ملامت کردند و هیچ کدام ساکت نماندن در این ماجرا، چون میفهمیدن که فردا ممکنه مورد اعتراض شهروندانشون قرار بگیرن.
خب بدیهی بود که او به مقصود سیاسی این کار رو کرد و البته از نظر آقای خمینی دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست و این به گردن این حکومت افتاد. من میدانم و اکنون به اصطلاح سلسله این سند رو نمیخوام ذکر کنم، ولی اینکه آقای هاشمی رفسنجانی هم در ابتدای امر با فتوای آقای خمینی کاملا مخالف بود و معتقد بود که این صدا رو بلند کردن و با کل جهان در افتادن به مصلحت کشوری که تازه از جنگ بیرون آمده نیست. اما وقتی که دید که گویا که این آتش گرفته و این تنور داغ شده و صدایی بلند شده است و حرکتی به جامعه رخوت زده داده شده است، او هم آمد و در نمازهای جمعه بعدی دفاع کرد از این فتوا و بقیه قضایا و ماجراها که می‌دانید. این در مشکل در تشیع دیگه، وقتی مرجع تقلید حرفی رو زد حجت شد. این مصیبت بزرگیه و این تفاوت اهل سنت با بقیه فرقه های ضاله است که مرجعیت در اسلام کتاب و سنت اشخاص نیستن. فلان مفتی هر فتوایی رو میخواد بده، موافق کتاب و سنت میگیریم، مخالف بود میزنیم رو دیوار. اما در تشیع نه، یا در بقیه فرقه ضاله نه، مرجعیت حجته. و یعنی چی؟ یعنی مرجعیت جای خدا رو میگیره. نعوذ بالله. ببینید، ما تکفیر در قرآن نداریم، حکمی برای مرتد در قرآن نداریم. نه، تکفیر در قرآن داریم. الذین کفروا من اهل الکتاب، اونایی که از اهل کتاب کافر شدن. هیچ دینی بدون تکفیر نیست، هیچ مرامی بدون تکفیر نیست، لیکن هر کسی به قول خود شما البته هر مرامی اصلاحات خودشو داره. حتی حکم مجازات برای ناسزاگو به پیامبر هم در قرآن نداریم. آیه‌ای که در قرآن داریم این است که اگر جایی نشسته بودید و دیدید که یک عده‌ای دارن آیات الهی رو استهزاء میکنن، مسخره میکنن، شما از اونجا بیرون بیایید و در میان اون جمع ننشینید. همین به بس. این اون حدی است که در قرآن. بعدها در فقه البته سرکله خیلی فتاوا پیدا شد و که خب نه، فقه فتاواش از سنت میگیره و از قرآن، از هر دوشون که هر دوشون وحیان به اتفاق مذاهب اسلامی. مجازات هایی برای مرتد، برای ساب النبی یعنی ناسزاگوی به پیامبر، در شیعه ناسزاگویان به امامان هم ملحق به پیامبر شدند و حکمشون حکم ارتداد شد و مجازاتشون اعدام شد و غیره و غیره. خب اینها رو ما در تاریخ داریم. یعنی آقای خمینی به لحاظ فقهی تکیه بر یک میراث کهن و ستبر فقهی کرده بود که این فتوا رو داد، گرچه واجب نبود برای که چنین حکمی بدهد، فتوا هم نبود، حکم بود، یعنی یک دستوری بود برای عمل. بله، ما در طول تاریخ این رو داشته ایم، هم در میان اهل سنت هم چنان که میبینید در میان اهل سنت در همین مصر مرحوم نصر ابوزید رو محکوم به ارتداد کردن. حتی یکی از دادگاه‌های اونجا فتوا به نصر ابوزید مرتدش رو میگه مرحوم حلال زوجیت داد و گفت زن و شوهر از هم جدا هستن، ولی حکومت مصر دنبال اونها نرفت و آسیبی به نصر ابوزید نزدن. اما کسی دیگری به نام فرج فوده بقیهش اگه یادم اندازید انشاءالله که در کلیپ دومشو فردا بگذارم. شیخ الاسلام ابن تیمیه میفرماد که در شیوخ روافض هیچ امامی در علوم اسلامی وجود نداره، نه در علم حدیث، نه در فقه، نه در تفسیر، نه در قرآن. اما مشایخ شیعیان یا جاهلند یا زندیق، مثل شیوخ اهل کتاب. منهاج السنه جلد 7 صفحه 286 و 87. انا الله و انا الیه راجعون. مولانا عید محمد ملازهی، امام جمعه روستای آزمون آباد، لحظات لحظات پیش به علت تصادف محور ابتر به ایرانشهر دارپانی را ودا گفتند. کسی که فرستاده بود، من سوال کردم که این تصادف ساختگی است یا حقیقی است. گفت معلوم نیست، مبهمه، مثل همه
تصادف هایی که در این رژیم برای کشتن علما رخ داده، خداوند رحمتش کنه و بازماندگانش صبر بده و قبرش را پر نور کند. و شما متشکرم که ما را خبر دادید. بیانیه استاد کاکاسان امینی حاکم شرع مردمی کردستان در مورد توهین آقای محسنی اژه‌ای به حضرت معاویه. بسم الله الرحمن الرحیم. زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر. چو در بسته باشد چه داند کسی که گوهر فروش است یا پیله ور. هر از چند گاهی که از مسئولین این مملکت با فهم و درایت و حکمت مردم و رعایت احترام دیگران چشم بسته و دهن باز کرده به مقدسات بیش از 1/3 مردم این کشور یعنی اهل سنت توهین و ناسزا می نماید، تا به آنان بگوید اگر اکثریت شما در فقر و فلاکت و بیکاری و گرانی و سختی معیشت به سر میبرید و فشارهای مذهبی و نژادی، نبود آزادی های گوناگون، از دست دادن جان و به خاطر به دست آوردن نان از راه کولبری و سوختبری، آواره شدن فرزندانتان در شهرها و کشورهای دیگر برای فراهم کردن قوت لایموت مایه رنج و آزارتان شده است، زیاد نگران نباشید. ما با این شیوه مردمداری و حکیمانه شما را دلداری داده و این کمبودها را برایتان جبران خواهیم کرد. این بار برای همه آنچه گفته شد نوبت به آقای محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه عدل رسید تا با عمل به وظیفه خود در میان تمام مردم ایران با هر ایده و فکر و عقیده و مذهبی عدالت را اعلام و رعایت کرده و این پیام دادگرانه را به همه ضابطان زیر مجموعه خود و نیز سایر قوا و ارگانها برساند. علامت تعجب. طبق خبر منتشره از خبرگزاری ایسنا در 23 مرداد 1401 ایشان در دیداری با مسئولان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به حضرت معاویه رضی الله عنه اهانت کردند. جناب آقای اژه‌ای، مگر شما اونقدر از تاریخ اسلام و مذاهب بی اطلاع هستید که بدانید معاویه رضی الله عنه انظر اکثریت قریب اتفاق اهل سنت صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم و یکی از رجال مورد قبول و احترام آنان است؟ مگر خبر ندارید چندی پیش شخصی مثل شما در حکومت حریم کردستان عراق به حضرت معاویه توهین کرده بود؟ بیش از 200 تن از علما و شخصیت‌های دینی اهل سنت کرد ایران از استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در دفاع از این شخصیت اسلامی طی بیانیه‌ای آن را به شدت محکوم کردند. اگر از تاریخ اسلام و این رویدادهای روز بی اطلاعید، باید به حال مردمی گریست که چنین کسی سکاندار دستگاه دادخواهی و دادستانی آنان می باشد. و اگر آگاه هستید و بی توجه به عواقب خطرناک این موضوعگیریتون می باشد، باید فریاد و مصیبت ها و انا لله و انا الیه راجعون سر داد. جناب آقای اژه‌ای، تنها سود و فایده‌ای که از این گونه موضوعگیری های نسنجیده و به شدت زیانبار عاید مردم ایران می شود این است که با وجود دوستانی همچون شما دیگر دشمنان نیازی به دخالت و ورود به میان ما جهت تفرقه افکنی و ایجاد دلسردی نخواهند دید که این هم دستاورد اندکینی. حسن امینی حاکم شهر مردمی کردستان. خداوند بهتون خیر بده که از کاتب وحی پیامبر دفاع کردید. بنده میگم خدمتتون عرض میکنم حداقل استفاده از فرق یک خردمند و یک کودن. آقای هویدا رو میگید با آقای جنتی. مسکن مناسب برای هر خانواده ایرانی. نگفتم حد اکثر، حداقل اگر کسی میتونه 2 تا خونه داشته باشه، 3 تا خونه داشته باشه، ما داریم میریم به طرف اون جامعه مرفهی که به میخواهیم یک روزی هم صاحب خانه در تهران باشه، هم صاحب خانه در استانش باشه، هم صاحب خانه در یراق باشه. چرا نه؟ ما دنبال اون فکریم، دنبال این نیستیم که مردم رو ناراحت بکنیم.
یه قدری مقاومت میخواد تحمل سختی ها میخواد. در بین راه ممکنه سختی هایی باشه، حتما سختی هایی هست، ولی سختی ها رو میشه تحمل کرد. این مردم تحمل میکنن. ممکنه یه وقتی بیاد ما روزی 2 وعده غذا بخوریم. چرا؟ چه اشکال داره؟ دجالان زمان حتی اگر بدتر بشه روزی 1 وعده غذا بخوریم. بله دجال رو ببینید. الان هم بعضی روزی 1 وعده غذا میخوریم. مردم ما تاب تحمل رو دارن. بله اینها اونا رو محاکمه کردن. بله. افشای جدید که فالح فیاض در عراق راجع به اهل سنت میگه که مستحق قتلند. این چون به عربیه فقط من جدول في الاحتلال محمد این كمان جدول في الاحتلال كل السيد ان شاء الله. فقط عکسشو نشون میدم چون خلاصه حرفش همونه که عرض کردم. فأنا قاعد طلع عبد الرحمن جلس فوق فدخلت الرئيس. این آقا میگه که اشبه عليه. خلاصه حرف این آقا اینه که من عده صدام حسین، پسر صدام حسین منو زده بود. من رفتم پیش صدام حسین گفتم اجازه میدی من حرف بزنم؟ گفت بفرما. گفت اجازه میدی من پشتنامه شما نشون بدم؟ گفت بفرما. پشتنامه که دید گفتم فرض عده این کار کرده با من. دستور داد در ظرف 20 دقیقه حاضر بشه. اونجا که حاضر شد خلاصش اینه که همونجا خودش بهش سیلی زد و محاکمش کرد. آیا رفسنجانی، خامنه‌ای، خمینی بقیه دجالان معمم مدعی تشیع راجع به این همه دوزی هایی که خانواده‌شون کرده یک بار کسی رو به سزاشون رسوندن از فرزندانشون؟ تفاوت در همینه. ظلم بر بلوچ به باور حکام ایران ثواب دارد. باید من بدونم شناسنامه داشته باشم که بخونم بفهمم که فردا روز میخوام چی کارشم. من که درس بخونم فردا نتونم کاری برای این کشور خودم بکنم. شناسنامه ندارم برای کشورم چی کاری میتونم بکنم بدون شناسنامه؟ کجا رو میتونم آباد کنم؟ آقا ما شناسنامه داشتیم در زمان شاه، درس خوندیم تا دکترام خوندیم، برگشتیم ایران هیچ مجالی نیست. هیچ مجالی نیست. کمیته امداد کمک کرده؟ نه. کمیته امداد میگن که پدر شما شناسنامه نداره، خودتون شناسنامه نداره، فقط یک مادرتون داره. اونم نمیتونه. فرستادیم مزایدان گفتن هیچی نمیتونه. بدن عمل شده من نمیدونم خرجم بدم. الان میگم کار مدرسه رو کنم بعد میگم ضرر میکنم. نمیدونم برم دنبال این که کار کنم خرجمو کی میده؟ کی به من خرجمو میده؟ کسی رو ندارم. الان خرجمون همین دیگه این کمک میکنه این کمک میکنه که دیگه نمیتونیم خرجمون در بیاریم. اون کارم در زمان شاه حداقل کاری بود. این الان داره حرف میزنه من یاد 50 سال پیش 55 سال پیش خودم میافتم. لیکن در اون موقع چون کار بود من از کلاس 3 شروع کردم و کار کردم. الان کارم نیست. اگه من بتونم بکنم نمیتونم. کاری مثال یعنی جای بوده کاری بوده که به زور من اون کار میتونستم بکنم. کار سخت بوده به زور بوده. این ببینید این دستام اینجوری از اینجا کاور شده. نمیتونستم کار کنم. ولی گفتم پدرم پیر است چند تا برادر دارم باهاشون کار میکردم. من اصلا دیگه جوری بودم که دیگه از خودم بیزاری میشدم. اینجور کار برام سخت بود ولی هنوز برای این کار میکردم. خدا هم داری برات باز کن. یعنی اون آقا هسته این آقا هسته بیزید این آقا همین بقیه‌شون اینجوری شناسنامه ندارم. اینا هم همشون اینجوری فقیر هستن چیزی ندارم. اینا هم شناسنامه ندارم. نه
خداوند حق اینها را از خامنه‌ای و خمینی و این رژیم بگیرد در همین دنیا قبل از آخرت. یعنی یارانه هم نه یارانه نمیگه. خدا اون پسر میبینی اینقدر استعداد داره برای درس خونده و شناسنامه نداره. همشون مدرسه میره اینجوری معلم برای ثواب میذاره، همشون همینجوری هستن. ای خدایا خامنه‌ای و دار دستش را نفرین کن. آیا امروز رهبر جمهوری اسلامی از خدا تقاضای مرگ نمی کند که این همه شهید را به قبرستان فرستاده است؟ ما انقلاب نکردیم که تاج را برداریم عمامه به جایش بگذاریم. انقلاب کردیم اگر کسی با سخن رهبری مخالفت کرد، معادل این است که با امام زمان مخالفت کرده است، با پیامبر مخالفت کرده است، با خدا مخالفت کرده است. چرا؟ چون ایشان منسوب خدا هستند. اصل مشکل در همین جاست. اصل مشکل در این دیدگاهه. اصل مشکل در امامته، در امام زمانه. به عنوان یک عالم دینی میگویم به خدایی که این گونه منسوبانی دارد میباید کافر بود، چون این خدایی نه حکمت دارد نه عدالت. کسی بر ما ولایت ندارد. ما محجور نیستیم که قیم بخواهیم. در جمهوری اسلامی کوشش برای استقرار دموکراسی جرم محسوب می شود. اگر من آمدم در یک حزب کار تشکیلاتی کردم که قدرت را به شکل قانونی به دست بگیرم، گفتن نگفتیم اینها میخواهند به شکل نرم قدرت را از ما بگیرند. من با وضوح میگویم بله ما میخواهیم قدرت را به شکل قانونی از شما بگیریم. این مردم ایرانند که میخواهند قدرت را از شما پس بگیرند. میگوییم مخالفیم، میگویند غلط کردید که مخالفیم، گلوله نصیبتان میکنیم. بازی که در ایران شروع شده است دقیقاً این است که در حوزه عمومی چه کسی حرف آخر را میزند. مردم میگویند ما، رهبر میگوید من. دقیقاً الان فقیه سالاری با مردم سالاری با هم متعارض شده است. ولایت فقیه یعنی همگان میباید از ولی فقیه اطاعت کنند. مردم سالاری دموکراسی یعنی این که همگان از جمله فقها میباید از اراده اکثریت تبعیت کنند. در دهه اول انقلاب این مسئله اتفاق نیفتاد، چون هیچ وقت اکثریت مردم با رهبری جامعه زاویه نداشتند. الان اتفاق افتاده است. تعارضی که در قانون اساسی بوده است خودش را نشان داده است. باید بین اینها یکی را انتخاب کرد. کسی از جانب خدا نصب نشده است. افراد متشرع میباید این مسئله را با خود حل کنند. امروز بزرگترین مراجع تقلید منتقد این حکومت هستند. بله. آقای محمد فارس سلام. استاد این شعر از کیست؟ اما خود بادای خون مستاقه سرکشان نازک درام بر سر کنند. شاید از حافظ باشه، نمیدونم. شعر رو میدونم لیکن از کیه در این لحظه در ذهنم نیست. الذي يتداولها الناس وبالذات أتحدى جميع الشبهات وأتحدى أي شخص ينكر هذا الحديث الذي نتكلم فيه عن المهدي. أتحدى كل العالم يا سيدتي. أنت تعرف كاظم الساهر صح؟ نعم، ولكنني لم أستحضر الأغنية. تفضل. الشبهة الأولى يقال أو يثار السؤال ماذا استفادت الأمة من هذا الغياب، من غياب المهدي؟ ما استفدنا؟ استفادت الأمة من غياب المهدي هي الاستفادة عندما استفيد الانسان. اهداء يا عزيزي اهداء لو سمحت خليني اجاوب. القلقل هذا الكذب ما يعجبناش ولا بنبطل الاتصال هذا والزواج. رد اجابه صحيحه يكون عن المشاهد. خليني اجاوب. ماذا استفادت الامه من غيابه؟ استفادت الامه من غياب المهدي انها استفادت من انه شوف رابح صقر. ايش استفدت انت من هذا السؤال؟ ايش استفدنا جميعا من هذا؟ ايش استفدتنا؟ احرجتنا على ايش استفادت الامه؟ كيف ايش استفادت؟ هذا السؤال لا ينفع سؤال.
بفرمه. آره چقدر این موفق در کارش. یعنی شده گوگل بزنی فوری برات میاد. دقت میکنی که از کی هست. بذار من الان امتحان بکنم ببینم. غزلیات گنجور صاحب تبریزی، ببینم همیشونه یا نه. طولانیه. نه وقت میخواد یه خورده. من لینک تلگرام کانال تلگرام آدرس رو فرستادم، فقط بخش فنی بگوید این آدرس رو اضافه کنم. چشم اینو الان براشون میفرستم. آقای عبدالحمید، میشه در دعا کردن اعمال نیکمون رو واسطه قرار دهیم؟ بله، میتونید با اعمال نیکتون از خداوند سوال کنید. مثلا بگیم به خاطر نمازی که تو دل شب خوندم فلان مشکلم رو حل کنم، میشه بله. ولی بهتر از این اینه که خدا را با اسماء حسنای خودش بخونید، با صفات اولیاش بخونید. هدایت شده هیئتی، صلح امام حسن، اینو جواب دادم قبلا. مهمترین ضربه‌ای که بر اسلام وارد شد این بود که حکومت اسلامی از امامت تبدیل شد به سلطنت. این یه دروغه. این یه دروغ جاهلانه البته، برای که حکومت در اسلام هرگز امامت نبوده.
خود علی ادعای امامت نکرده، نهج البلاغه‌اش هم هست، با وجود که 400 سال بعد ازش نوشته شده ادعای امامتی نداره. این توهمی است که توی بی سواد و امثالش شماها علم کردید برای فریب شیعیان، یا با جهالت خودتون داری بازی میکنید. آقا سواد داری، تعصب بذار کنار، کتاب آیه قلمداران بخون، به جای چاقوی یه خود کتابم بخون، به جای کشتن یه خود کتابم بخون. پس این بزرگترین مشکل. اگر میگفتید کمی انصاف به خرج میدادید که اولین انحراف در تاریخ اسلام اینجا شروع شد، در تاریخ سیاسی اسلام، که خلافت راشده شورا به پادشاهی مبدل شد. واقعیت اینو میگه و این همون چیزیست که پیامبر خدا علیه السلام بهش خبر داده بود. الخلافة ستكون بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا ثم يرفعه الله ما يشاء ثم تكون ملكا جبريا ثم يرفعه الله ما يشاء ثم تكون خلافة على منهج الراشدة او كما قال صلی الله علیه وسلم. خلافت بعد از من 30 ساله. روزی که حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه خلافت را تسلیم معاویه رضی الله عنه می کند، درست بعد از 6 ماه، البته بعد از 6 ماه خلافتش 30 سال تمام میشه و این یکی از معجزات پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم که خداوند بهش داده و الله خودش غیب نمیدونه. این یک. ثانیاً حضرت امام حسن که این صلح انجام داد سال وحدت شد، بسیار بسیار کار خوبی کرد و شما به پیروی از مختار ملعون او را مذل المؤمنین مینامید. یک بارم که شده یه راست بگید آقای خامنه‌ای، این رود معده‌تون یک روده راست نداره، همش کجه؟ بله بریم جلوتر. حکومت امام حسنی، حکومت علی ابن ابی طالب تبدیل شد به سلطنت شام. خب به این خاطر شما شام رو ویران کردید؟ سلطنت شام، همون سلطنت شام که شما اسمش سلطنت شام میذارید بر اسلام خدمت هایی کرد که همه دولت های شیعه 1 میلیونمشو انجام ندادن. اسلام از چین تا اروپا رسوندند. شما رهتتون انجاست، آمدید به پیروی از یزدگرد لباس امامت پوشیدید و اسلام رو ویران کردید. امام حسن به خاطر خدا صلح کرد و امام حسین هم نه به خاطر امامت شهید شد. امام حسین یزید و دعوت به خلافت راشده کرد. در واقع امام حسین رضی الله عنه شهید راه خلافت راشده و شوراست و شما شوربختان، شما بدبختان که امامتون که جز بلا و مصیبت چیزی نیاورده، آخرش هم ناچار شدید بعد 1400 سال که بیایید دوباره شورا رو ابزار دست خود قرار بدید. خمینی ملعون به حضرت مولانا عبدالعزیز گفت که من خودم اونجا حاضر بودم که ما در مذهب خود شورا نداریم، ما در مذهب ما امام میگه، مرجع میگه، دیگران تقلید میکنه، ما شورا رو مذهب شما گرفتیم. چون آریتیه بهش ارزشی قائل نیستید و کشورم بحران مبدل کردی به همین خاطر. این بزرگترین ضربه بود. این دروغی بیش نیست. سعی میکنم که این موضوع رو انشاءالله فردا بیشتر توضیح بدم. الان آخر برنامه، لطفا فردا یادم بینداز که همین موضوع رو دوباره ادامه بدم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله مسلم از سر نبی بیگانه شده، بعد این بیت الحرام بتخانه شد.
تا نداری از محمد رنگ و بو با درود خود میالا نام او رفت و سوز سینه تاتار و کرد یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد در مسلمان شأن محبوبی نماند خالد و فاروق و ایوبی نماند در گذر مثل کلیم از رود نیل سوی آتشگاه زن مثل خلیل مسلم از سر نبی بیگانه شد با دل بیت الحرام خانه شد تا نداری از محمد رنگ و بو با درود خود میالا نام او رفت سوز سینه تاتار و کرد یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد در مسلمان شأن محبوبی نماند خالد و فاروق و ایوبی نماند در قیامت هر نهان پیدا شود خود به خود هر مجرمی رسوا شود دست و گوید من چنین دزدیده‌ام بگوید من چنین استدلال قرائتی برای اثبات امام زمان از قرآن بشنوین دوباره. قرآن و امام زمان. بفرمایید. این روش تفسیر قرآن رو ببینید که چطوری اینا با قرآن بازی میکنن. سوره بقره میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. این دومی قرآن درست میخونه، خود قرائتی قرآن اشتباه میخونه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اولین علامت متقین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن. غیب کیه؟ خدا. غیب نمیبینیمش. خب خدا رو که خود خدا گفته، خدا رو خود خدا گفته، این یک. معاد نمیبینیم. خب اینم خدا دروغ نگو کذاب. دوباره برش گردانیم. روز قیامت خود خدا گفته، خدا رو قبول میکنیم چون خود خداوند در کتابش گفته و استدلالم به ما یاد داده و خودش دلیلم فرستاده. همه این کائنات دلیل بر وجود خداونده. خب ما خدا رو از راه عقل و از راه نقل بهش ایمان میاریم. از راه نقل یا وحی که قرآن باشه، از راه عقل تفکر در کائنات باشه، بهش ایمان آوردیم. وقتی ایمان آوردیم حرفش رو قبول کردیم. خب راجع به معاد اگه خدا نمیگفت ما مجبور نبودیم ایمان بیاریم. خداوند فرموده، تمام شد. بریم جلوتر. خدا غیب نمیبینیمش. اولین علامت متقین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن. تا اینجاش راست میگه، ولی ببین چطور این راست رو خراب میکنه. تا نشون بدم که تفسیرهای باطنیه مدعی تشیع چطوری بازی با قرآنه در سراسر تاریخ نمگینشون. غیب کیه؟ خدا. غیب نمیبینیمش. معاد نمیبینیم، امام زمان نمیبینیم. این دروغه. غیب خدا گفته، معاد خدا گفته، امام زمان خدا نگفته. اینو چرا از کجا آوردید؟ از خونه بابات آوردی؟
چه دروغ میگید؟ خجالت نمیکشی بر دین؟ همون دروغایی رو میگی که رفقایی که مسیح و یهودیت در کشیش ها و خاخامات در باره تورات انجیل انجام دادن، اونا همین بازی ها رو با کتابشون میکردن. مؤمنان همشون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. این ایمان قرآن شرح داده. در کجا گفته که امام زمان؟ مؤمنان ایمان به خدا دارن، به کتابش، به رسولش، به ملائکهش و به روز قیامت. کجا امام زمان وجود داره؟ خجالت نمیکشی سر مردم کلاه میذاری دروغ میگید؟ از ریش خودت شرم نمیکنی دروغ میگید؟ از این امامه و لباس خودت شرم نمیکنی که دروغ میگید؟ یعنی که اینا واسه کاریته، باید این لباس ها رو بپوشید تا مردم دروغ یاد بدید. خب بریم جلوتر، یا قبل از اینکه بریم جلوتر اینجایی که الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، اینا کیان؟ این صفت مؤمنانه، آنهایی که غیب رو تصدیق میکنن. کدوم غیب؟ همون غیبی که حواسونو درک نمیکنه و حتی به عقلها هم حد و حدودش نمیرسه و چنین غیبی جز با وحی خداوند که ایمان به جنت، ایمان به آتش و همه اون چرا که خداوند خبر داده. ایمان کلمه جامعی است ناجب اینها: اقرار به خداوند، به ملائکهش، به اقرار و ایمان به کتبش، به رسولش، به روز قیامت، به تقدیر خیر و شرش و تصدیق اینها با قول و عمل، با قلب و زبان و جوارح. با تصدیق با همه اینها نماز رو حفظ میکنن، نماز رو برپا میدارن، 5 وقت و 3 وقت نمیکنن. یقیمون الصلاة. آیا شیعه این کار رو کرده؟ اقامه نمازش اینه که 5 وقت رو ببره 3 وقتش بکنه؟ نماز رو در وقتش میکنن، همچون که پیغمبر شرح فرموده، همچون که دین شرح فرموده. ولذا اینجا که وقتی میفرماید الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، این وصف متقیانه، اهل تقواست، نه اهل تقیه، که هم اعمال ظاهریشون هم اعمال باطنیشون دلالت بر تقواشون داره. الذين يؤمنون بالغیب، حقیقت ایمان چیه؟ تصدیق به اون چی که خداوند و رسولش خبر دادن و این متضمن اینه که جوارح و اعضاش مطیع شرع باشه. بلکه این ایمان فقط ایمان به اشیاء ظاهری نیست که اون چی قابل رؤیته، اینه که این ایمان نمیخواد، این هر کسی میبینه. کافر و مؤمن در این تشخیص داده نمیشه. کافر هم میبینه که خورشید هست، مؤمن هم میبینه که خورشید هست. اون چی که کافر و مسلمان رو از هم تمییز میده ایمان به غیبه، و اون چی که مؤمن و راستین و با مؤمن دروغین و بددین و خرافیت متمایز میکنه اینه که مؤمن راستین، موحد راستین، ایمانش بر مبنای قال الله و قال رسوله. مؤمن ایمان خرافی نخیر، هرچی خودشو میتراشن به دین نسبت میدن، مثل امامت، مثل امام زمان. خب بریم بقیه حرفاش ببینیم. به غیب بگو خب از کجا بفهمیم؟ ما که نمیبینیمش از کجا میفهمیم؟ از همون رایی که جاذبه زمین میفهمیم.
این یه مغلطه. این یه مغلطه. این مثالی که داد هم یک مغلطه هم دلیل بر بیسوادیشه. آقا این مسئله تجربیه، مسئله مادی تجربی رو با مسئله غیبی قیاس کردن قیاس مع الفارقه. اینو یک انسان میتونه بفهمه، یک انسان، لیکن مسئله غیب اینطوری نیست. باید یه مثال دیگه میزدید بهتر بود. بگو آقا عقل غیبه مثلا، بعد اینا هیچ کدوم رابطه به امام زمان نداره. و الا صوفی هم میتونه ادعا کنه که آقا خضرم غیبه، پس هر کسی هر بوتی رو میتراشه جز غیب حسابش میکنه. پس تفاوتش با غیب راستین اینه که غیب راستین رو پیام خدا در کتاب شرح داده، غیب دروغینی که شیعه بهش اضافه کرده و بقیه اهل بدعت خداوند نفرموده و پیامبرش هم نفرموده. هر چه نگاه کنی زمین رو میبینی اما جاذبهش دیدنی نیست. از افتاده نصیب پی میبری که زمین جاذبه داره. دکترها بیماری رو از حرارت و از تب پی میبرن که این بیمار چشه. یعنی این شد غیب امام زمان. بفرمایید. زمین آدم چیز رو خودش ببینه، شما روح منو نمیبینید. بقیهش چرندیات شه. بریم دنبال بقیه موضوعاتش. این درس آقای قرائتی رو بشنویم. عالم باشه، متقی باشه، هوس هم نداشته باشه. بهانه است برای اینکه مرجع جای امام بنشینه. برکه از راه رسالت این غلطه نمیتونه بکنه. عالم متقی که دنبال رو به هوسش نباشه وجود نداره. برعکس بزرگترین هوسرانان همین عالمان متقی هستند که میان که شما اسمشون رو مرجع گذاشتید، میلیون ها میلیاردها پول مردم میگیرن میدوزند برای خودشون. اسمم بردن از عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم شهرده کنار تهران. زیارت حضرت عبدالعظیم ثواب زیارت کربلا داره. همش دروغ. همش دروغ. اگر چنین می بود پیامبر علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام قبر پرستان و نفرین نمی کرد. در آخرین وصیتش که در بستر بیماریش بود و به لقاء الله می رفت نمی گفت که خداوند یهود و نصارا را لعنت کند که قبور انبیاشون رو مقبره گرفتند، ببخشید عید گرفتند، مزار گرفتند. الذين اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، قبور انبیاشون رو مسجد گرفتند. این حرفو نمیزد. پس شما داری بر پیغمبر دروغ میگویید. ای قرائتی دروغگو، ای قرائتی بی سواد. بیا تو این تلویزیون بشین یه خورده دین تو درست کن. پول و منال به دردت نمیخوره. اون چه میمونه آخرته. از عبدالعظیم دینتون رو بگیرید. عبدالعظیم من تقلید نمیخوام بکنم، خوب نیست. هنوز ذا نمیتونه بگه. میخواد ذای عربی بگه، نمیتونه بگه. این آقا مولای یه ملته. ولی ناحق جمله رو امام به عبدالعظیم حسنی گفت. تو حقیقتا ولی ما هستی. خوشبال اهوازی ها. یه بوتی در اهواز میتراشه الان. صبر کنید. یه کسی اهواز به نام علی ابن مهزیار. حتما باید یه قبری باشه. به خدا نمیرسونن اینا. از خدا در مذهب شیعه خبری نیست. آقا ایناست که من میگم لجنه، ربطی به اهل بیت نداره، ربطی به تشیع اولیه هم نداره. الله اکبر. امام جواد به ایشو گفت اگر بگویم، حدیث نه، اگر بگویم در عمرم از تو بهتر ندیدم، درست گفتم. علی ابن زکریا ابن آدم داشتیم اولیاء خدا که گفتن تقلید کن. این مال قرآن حدیثش. بعد میریم سراغ تجربی. اصلا رو کره زمین کسی نیست تقلید نکنه. یه نفر پیدا کنید که بگه من لباسام خودم میدودم، میده به خیاط. آقا اینا خلط مبحثه.
اینا قاطی پاتی کردنه. کسی که لباس میده به کسی دیگه بدوزه میره تقلیدش میکنه. خودش بده، خونش هم خودش نه، خونش میده به بنا مهندس. خب تقلیدش میکنه، از بنا مهندس تقلید میکنه. میخواد یاد میگیره شاگردش میشه، میخواد یاد نگیره از کارش استفاده میکنه، تمام شده رفت. لیکن شاگرد و بنا و طبیب و پزشک اینا آثارشون آدم میبینه، اما آثار شوم تقلید مرجعیت مدعی تشیع و امثالش چه آثاری داشتن؟ پزشک میاد مریض معالجه میکنه خوب میشه، اما شما که کور میکنید، چشم کور میکنید به قول آیت البرقی، علاج که نمیکنید، چی همه رو کور کردید. که تقلید یعنی رجوع به کارشناس. خب هیچ نه، تقلید یعنی بوزینه‌وار حرفش رو گوش کردن. رجوع به کارشناسه، رجوع به کارشناس که هر کسی باید به کارشناس مراجعه کنه. وانگهی شماها که کارشناس دین نیستید، شما نان بخوران دین هستید، کجاتون کارشناسیه؟ شما دین رو خراب کردید، دین رو ویران کردید، دین رو خلاصه کردید در پول و شهوت، در خمس و در متعه و در شرک که نمونهش ولایت فقیهه. 40 سال مردم با سر خودشون میبینن. مراجع تقلید خودشون هم تقلید میکنن. مراجع تقلید هم که مریض میشن برن دکتر. اینا عوام فریبیه. اینا عوام فریبیه. خلق را تقلیدشان بر باد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. لیکن قرآن چه فرموده؟ فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر چیزی رو نمیدونید از اهل علم بپرسید. نگفته بوزینوار تقلیدشون کنید. وظیفه اهل علم اینه که مردم به سوی کتاب خدا دعوت کنه، به سوی سنت پیغمبر دعوت کنه، نه اینکه بگه مردم مقلد من باشید، به من خمس بدید، پول بدید. این بازی تشیع با اسلام یا بازی مدعیان تشیع با اسلام. My name is Gerald Schroeder. I have a, thank God, a strong science background from MIT, Massachusetts Institute of Technology, bachelor's, master's, PhD, 7 years in the physics staff, seen a whole range of atomic bombs detonated, moved to Israel, met my wife, Barbara Sofer, a great writer, and then teach Torah and science. So luckily, I'm lucky that I have the two that come together. And one of the questions that I'm asked as a scientist is, how can a scientist really believe that there's something what we refer to usually as God? You know, is this metaphysical whatever acting in the world or producing the world? And the irony is, the question's really a non-starter. Science has in fact discovered God. And you can talk to the hardline atheists and they will say, it looks like science has indeed discovered God. And how would that be? Well, if you take the trouble of going to the web and there type in WMAP, the initials for a satellite, it's a diagram that shows the development of the universe from the creation over time. It's a timeline. Every word on that diagram comes from the NASA site. It is the condensed knowledge of the scientific community of how the universe created and how it got to where we are today. Each of the lines, the vertical lines, is another billion years. Okay, you start from a burst of energy at the extreme left side of the diagram, and you end up at the far end with the oval. The oval is to indicate expansion in all directions. Of course, because it's a timeline, we can't show that on a single piece of paper. We see here, most amazingly, that on the extreme left edge, it shows a beginning to the universe. Now go back less than 50 years. If I were teaching that at Tech, a person could lose tenure saying that there was a creation of the universe. It sounds like it's Bible. Because less than 50 years ago, the overwhelming scientific opinion was the universe is eternal. There was never a beginning. The Bible is wrong from the very first sentence. And then we discovered, suddenly, Arno Penzias and Robert Wilson, the Bell Labs in New Jersey, the northeast of the US, discovered the echo of the Big Bang, the energy left over, which George Gamow, 60 years ago, predicted that if there had been a universe created hot and small, it would have exploded, and the energy would get more and more dilute. And Penzias and Wilson, these Arno Penzias and Robert Wilson, discover this energy that had been predicted overnight. The Bible got it right. There was a beginning to the universe. Now, the black in the diagram is nothing. It's not a vacuum. Vacuums are within that diagram, within that cone of expansion. Vacuums are empty space, and space is something.
The black of the paper around the diagram is nothing. It doesn't fit in our human brain because humans think in a box made of time, space, and matter/energy. No human, as clever as they might be, as expansive as they might be, thinks out of that box. So when we say outside that diagram is nothing, we can use the words, but we can't conceive of nothing. It doesn't fit in the human brain. How are we going to have this idea of is there a God or not? Notice that the creation force isn't a three-letter word, G-O-D. If you look at the words carefully, it's a quantum fluctuations. That understanding was first brought down by Ed Tryon, brilliant human being, in the journal Nature almost 40 years ago. The universe allows creation of something from nothing, provided you have the laws of nature, the quantum fluctuation. Tryon realized, and he published in the journal Nature, one of the two leading peer-reviewed journals in the world, that you can create something from absolute nothing, provided you've got the laws of nature, quantum physics and the laws of relativity. In other words, the laws of nature. So look what science has discovered. We can create the universe from absolute nothing, provided we have the forces of nature. Now, the laws of nature, the forces of nature aren't physical, they act on the physical. So if they create the universe, that means they predate the universe. So now we have a set of forces, we call them the laws of nature, that are not physical, that are able to act on the physical. They create the physical from absolute nothing. And they predate the universe, which means they predate our understanding of time. Put that together, and it sounds very familiar. If you haven't noticed it, that's the biblical definition of God. There's only one nuance that's left hanging. We can talk about it another time, perhaps. Is that which created the universe, those forces active in the universe. But up to that point, science says, you are correct. The definition of the biblical God is predates time, outside of time. God is not a physical being, is a force, and it creates the universe. Science has indeed discovered the biblical God. Well, we just need one part left, crucial. That which created the universe is also active in the universe itself. The very fact that you're watching this now pretty much establishes that point. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت نشاید جز به آستان تو سجده نزیبد جز بر تو اشک ذلت پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. غیر از الله تعالی هیچ هستی عالم الغیب نیست. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. بگو نمیداند غیب را در آسمان ها و در زمین غیر از الله تعالی. آیه قرآن به طور کلی میفرماد لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. رسول صلی الله علیه وسلم بگو لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. من مالک نیستم برای نفس خود نفع رساندن را به طور مافوق الاسباب و نه دفع ضرر را به طور مافوق الاسباب. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير. اگر من عالم الغیب می بودم من از خیر دنیوی را برای خود زیاد می کردم. و ما مسنی سوء و من هیچ خطری و آسیبی به من نمی رسید در دنیا. دشمنان مرا ضرر نمی رساندن. حضرت صلی الله علیه و سلم را زهر در گوشت کردند و دادن. حضرت به سبب که عالم الغیب نبودن خوردن. یهودی ها دادن. برای حضرت جادو کردن. حضرت بر اثر جادوی آنها بیمار شد و نمیدانست تا الله تعالی او را خبر نداد.
به هر حال نمونه ها زیادن. خلاصه عرض اینه که آن حضرت صلی الله علیه وسلم با آن همه علو شان و مقام و مرتبه که داشتن مالک نفع و ضرر نبودند به طور مافوق الاسباب و عالم الغیب نبودند مگر آنچه که الله تعالی برای حضرت از اخباری که الله تعالی او را خبر میداد و درباره امور شریعتی که الله تعالی برای او وحی میکرد حضرت همان مقدار را میدانست و علم همان مقدار را داشت که الله تعالی او را خبر میداد. تلک من انباء الغیب نوحیه الیک، این همه اخبار غیب هستند که ما برای تو وحی میکنیم و این مقدار مشخصه. و آنچه که در امور شریعت که وابسته به سعادت انسان در دنیا و آخرت الله تعالی به رسول صلی الله علیه وسلم و به بقیه انبیا دادن، علم کلی از خواص ذات باری تعالی، علم کلی را فقط الله تعالی، علم کلی غیر محدود و محیط به کل شیء از خواص علمی باری تعالی. الله تعالی نه به نبی داده، نه به فرشته داده، نه به جن داده. هیچ هستی علم کلی و تصرفات کلی نه ذاتن داره و نه الله تعالی به آنها عطا کرده. انبیاء علیهم السلام را خداوند در همین مقدار که متعلق به سعادت و نجات امت در دنیا و آخرت الله تعالی علم عطا کردن، وحی کردن، دادن و انبیا همین را گفتند و بس. به همین مقدار این مسئله اندازش در همین اندازه بود و بس. بیش از این نسبت به انبیا هم نباید اعتقاد داشته باشیم، نه به ملائکه. حضرت جبریل وقتی میاد از رسول صلی الله علیه وسلم سوال میکنه متى الساعه، قیامت کی می شود؟ حضرت صلی الله علیه وسلم میفرماد مل مسئول عنها بعالم من السائل، همانطور که جبریل تو نمیدانی من هم نمیدانم. من و تو هر دو در لحظه آمدن قیامت هر دو ما بی علم هستیم، ما نمیدانیم. بله علامت و امارات قیامت بله اینها هستن، حضرت بیان فرمود. پس حضرت همانطور که از خود نفی علم غیب کلی را کرد و علم لحظه وقوع قیامت را کرد، از جبریل امین هم کرد، چون این از مسائل مسلماته. الله تعالی شما را عقیده صحیح عنایت بفرما. تحت عقیده صحیح نماز ما، عبادت ما، صدقه ما و همه کاری که ما انجام بدهیم پیش خدا قدر داره و قبول هسته و در غیر این صورت بدون اعتقاد صحیح هیچ عملی ولو اینکه زیاد هم باشه قدری ندارد و به نزد خدا قبول نمی شود. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. در کنار معجزات کلامی قرآن که محمد صلی الله علیه و آله به واسطه آن مشرکان را به مبارزه طلبید و از آنها خواست که یک آیه مانند آن بیاورند و آنها نتوانستند، قرآن کریم در برگیرنده معجزات علمی زیادی است که خداوند برای حضرت محمد آنها را بیش از 1000 سال پیش آشکار کرد. این معجزات امروزه کشف شده اند و باعث تقویت ایمان آورندگان شده است و اثباتی برای الهی بودن قرآن کریم است.
خانم وادی عمرانی کشف جدید علمی در قرآن کرده است. ایشان میگویند که ما در سوره نمل آیه 18 کشف جدید علمی کردیم. این معجزه جدید چیزی است که مورچه در آیه 18 گفت و علم امروز نحوه ارتباط مورچه ها با یکدیگر را کشف کرد، خصوصا زمانی که یک خطر محل زندگی مورچه ها را تهدید می کند. ما تلاش می کنیم جملاتی که مورچه در قرآن کریم به زبان آورد را توضیح دهیم و سعی می کنیم آنچه را که او گفت با کشفیات جدید علمی ربط دهیم و مدرک پیشی گرفتن قرآن کریم به علم امروزی را رو می کنیم که این حقایق را بیش از 1000 سال پیش بیان کردند. خداوند در سوره نمل آیه 18 می فرماید: تا چون به دره مورچه ها رسیدند، مورچه ای گفت ای مورچه ها به لانه هایتان وارد شوید، مبادا سلیمان و لشکرش پایمالتان کنند و خود آگاه نباشید. در آیه بالا مورچه خطر قریب الوقوعی که در کمین مورچه ها است را در طی 4 مرحله متوالی به شرح زیر میگوید. ای مورچه ها، این اولین اعلام خطری است که توسط مورچه داده می شود تا توجه دیگر مورچه ها را به سرعت جلب کند. مورچه های دیگر با گرفتن این پیام صبر می کنند تا دیگر پیام ها را توسط همان مورچه دریافت کنند. دوم، به لانه هایتان وارد شوید. در اینجا گوینده پیام جملاتش را با دیگر پیام ها ادامه می دهد و به مورچه های دیگر می گوید که چه کار بکنند. ما این رابطه را که توسط علم امروزی کشف شده در ادامه ویدیو شرح می دهیم. مبادا سلیمان و لشکرش پایمالتان کنند. در این جمله مورچه دلیل این خطر را به مخاطب خود میگوید و این آن چیزی است که ما امروزه توسط بررسی علمی اثبات میکنیم و خود آگاه نباشند. مورچه ها به عنوان عکس العملی در مقابل خطر قبلی یک نوع دفاع مشخص از خود بروز میدهند. در این چند جمله آخری مورچه به مخاطبان خود میگوید که به منبع خطر حمله نکنید، زیرا خطر از یک دشمن واقعی نیست، زیرا سلیمان و همراهانش از وجود لانه مورچه ها در سر راه خود خبر ندارند و قصد حمله به آن را نیز ندارند. بنابراین مورچه ها آن را خطر واقعی نمیدانند. در کلمات آخر مورچه پیامرسان همراهانش را از رسیدن سلیمان باخبر کرد و این چیزی است که ما به صورت علمی و از طریق بررسی رمزهای شیمیایی ارتباطی مورچه ها توضیح می دهیم. مورچه ها از ارتباط شیمیایی در موقعیت های اخطار و دفاع و همچنین زمانی که تبادل سریع اطلاعات نیاز باشد و نیز زمانی که با خطری مواجه باشند استفاده می کنند. این اخطار معمولا توسط صدور علامت های شیمیایی دفاعی مشخص می شود و غده های دفاعی مسئول ایفای نقش اخطار و دفاع هستند. به عنوان مثال مورچه استرالیایی را در نظر بگیرید. وقتی این مورچه ها با خطر مواجه می شوند، قطرات کوچکی را از غده دفاعی خود ترشح می کنند. این یک فرمان برای دیگر مورچه ها است تا فرار کنند و با شاخک های خود ارتعاشی ایجاد کنند که به معنای قرارگیری در موقعیت خطر است. اولین ماده که توسط مورچه ها شناسایی می شود آلدهاید هگزانال است و باعث جلب توجه و علاقه آنها می شود. در نتیجه شاخک های خود را تکان می دهند و بالا می برند تا دیگر بوها را نیز بگیرند. وقتی آنها هگزانال را دریافت می‌کنند، موقعیت خطر به خود می‌گیرند و در تمامی جهت‌ها می‌دوند تا منبع مشکل را پیدا کنند. زمانی که آن دکانون دریافت کنند، مورچه ها را به سمت منبع خطر میبرد و آنها را تحریک میکند تا تمام اشیاء خارجی را گاز بگیرند. سپس در نهایت وقتی که به هدف نزدیک میشوند، بوتیلوکتنال را تشخیص میدهند که پرخاشگری و آمادگی آنها را برای قربانی کردن خود افزایش میدهد. ارتباط شیمیایی مهمترین روش ارتباط در زمان خطر و گزارش دادن این خطر است. در این فرایند مورچه ها انواع مختلف این مواد که هر کدام رمز متفاوتی دارند و بیانگر نوع خاصی از صحبت کردن هستند را استفاده میکنند. اگر انتشار موادی که توسط مورچه‌ای که آن خطر را اعلام کرد تعقیب کنیم، می‌بینیم که کاری میباشد که مورچه مورد اشاره در آیه 18 سوره نمل انجام داد. موادی که مورچه در موقعیت‌هایی مثل این از بدن خود ترشح می‌کند به 4 دسته تقسیم می‌شوند که هر کدام زبان و علامت مخصوص خود را دارند. مراحل پی در پی عکس‌العمل مورچه‌ها. لالدهید هگزانال اولین مایع شیمیایی است که مورچه در صورت احساس خطر از خود ترشح می‌کند و آن را می‌توان به عنوان آژیر خطر دانست.
مورچه‌ها با دریافت این ماده شروع به جمع شدن در یک نقطه می‌کنند و منتظر رسیدن بقیه علامت‌ها می‌شوند و این شبیه اولین مرحله‌ای است که توسط مورچه در جمله ای مورچه‌ها گفته شد. سپس مورچه دوم ماده شیمیایی هگزانول را ترشح می‌کند. با دریافت این ماده مورچه‌ها شروع به دویدن در تمامی جهت‌ها می‌کنند تا منبع این ماده را پیدا کنند. مورچه که ماده شیمیایی را ترشح می‌کند باید مسیری را که بقیه مورچه‌ها باید از آن کنار بروند را معین می‌کنند و این کاری است که مورچه حضرت سلیمان انجام داد و از بقیه مورچه‌ها خواست که وارد لانه‌هایشان بشوند و گفت به لانه‌هایتان بروید و این دستوری از گوینده است و به بقیه می‌گوید که به طرف لانه‌هایشان بروند. بنابراین باید مسیر را مشخص کرده باشند و این شبیه هدایت مورچه‌ها میباشد. آندیکانون سومین ماده است که مورچه ترشح می‌کند. این ماده نشان دهنده عامل خطر است و چیزی که مورچه در سومین عبارت گفت مبادا سلیمان و لشکرش پایمالتان کنند. می‌بینید که چقدر مطابقت و سازگاری دارد. در مرحله چهارم مورچه اخطار دهنده ماده شیمیایی مخصوصی را ترشح می‌کند که بوتیلوکتنال نام دارد. توسط این ماده گوینده دستور دفاع می‌دهد و نوع دفاع را تعیین می‌کند. آگاه نباشند. با این کار شدن بقیه مورچه‌ها به مرحله حمله جلوگیری می‌کند که می‌توانست به مرگ شود. در اینجا حضرت از روی محبت و شکر می‌گوید گویی که هایتان وارد شوید، هگزانول، مبادا سلیمان و لشکرش پایمالتان کنند، آندیکانون و خود آگاه نباشند، بوتیلوکتنال. و حالا افراد شکاک بعد از پی بردن به این قضیه که علم آن را ثابت کرده چگونه میتوانند در مورد معجزه بودن قرآن کریم شک کنند؟ این حقایق بیش از 1000 سال پیش در قرآن آمده است. ممنون از اینکه این برنامه هم تا پایان با ما بودید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون. نفس نمیتونست بکشه، لذا درخواست کرد علی جان میشه کارهای بیرون منزل رو سبک کنید، خودتون امور من رو عهده‌دار بشید. امیرالمؤمنین کارهای فاطمه رو به عهده گرفته بود. وارد شدن امیرالمؤمنین بر فاطمه شون، دیدن فاطمه الحمدلله از بستر برخاسته، به امور خانه رسیدگی کرده، عزیزانشو شستشو داده. حالا تعبیر از من حالا ببینید اومده لباس بچه‌هاشو عوض کرده، بدن فرزندانش رو شسته، خونه رو مرتب کرده. ولی میگه بیا خونه. هدف چیه؟ تحریک مردمه. فکر نها مثل ما دیدی برای حضرت عمر آقای شهادت حضرت عمر. حضرت عمر از خانه بیرون آمد، پا بیرون گذاشت، بعد رفت به سمت محراب، اونجا در محراب ایستاد، اون خنجر کشید، بعد خنجر زد،
بعد خون بیرون ریخت. نه، حضرت عمر در محراب نماز صبح حمله بهش کردن، شهید شد. تمام شد. آقا میخوای گریه بکن، میخوای گریه نکن، تمام شد. حضرت عثمان آقا شورشیان ریختن تو خونش، سر قرآن شهیدش کردن. آقا میخوای گریه بکن، میخوای گریه نکن. ولی بدنش رسی. علی جان میتونی کار خون رو انجام بدی، علی وظیفه‌ش کار خون رو انجام بده. وقتی زن مریضه، چون حضرت فاطمه که مریض بود، وقتی زن مریضه خب باید اگه این کار نکنه خیلی بی‌وجدان یک مرد در چنین شرایطی به داد زنش نرسه. گریه نمیخوام، خیلی طبیعی. ولی شما هدفتون چیز دیگه، هدفتون میخوایم مردم رو بگید مردم آخرش پازل آخر همون سرکیس کردن مردمه که به ما نگید ما داریم مدافع حضرت زهرا هستیم، ما فلان هستیم، از این حرفا. این یک کلیپ، این یکی خیلی جالبه، اینو بایستی حتما پخش کنیم چون این خیلی مهمه. ببینید بعد اتاقتون شما تماس رو زیرنویس کنید، اینو پخش کنید اتاق فرمان، اینو پخش کنید که شما در امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب میبینید. عین همین شجاعت رو در صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها میابید. فاطمه زهرا بعد از شهادت پیغمبر اسلام باردار بودن و خودشون مطلع بودن از این و حملشون. زنی که بارداره، شما مستحضر هستید، زنی که بارداره به اصطلاح ما میگن حامل شیشه است، شیشه برداشته، بار شیشه داره، لذا میخواد بخوابه، با کمال دقت میخوابه، میخواد در نیمه شب از این پهلو به آقا حضرت علی این اطلاعات شما را نداشت. حضرت علی نمیدونست که این بار زن حامل بار شیشه دستشه. چی میگه؟ شیشه دستشه، بار شیشه دستشه، چیزی میگفتید بار شیشه دستشه. آقا فرستاد مرد نامحرم برو در باز کن بیزن. حسن و حسین هم نشستن تو خونه، 3-4 تا جوون رشید تو خونه نشستن، برو فاطمه در باز کن. بابا شیشه دستشه، چی گفتید؟ شیشه دستشه، حامل شیشه است، چرا این بره در باز کنه؟ این میفرسته در رو برای مردان نامحرم باز بکنه. حالا ادامهشو ببینید، ادامهشو بخش کنید لطفا. اون پهلو جاانه از مکتب مبین اسلام دفاع میکند که همانا دفاع از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. حالا فهمیدید همون حفظ کیان اسلام چی بود؟ هی ما فکر میکردیم این کیان اسلام چیه؟ کیان اسلام همین علی بود، دفاع از کیان اسلام که علی بود. باور کنید علی به نظر من قبل از این حادثه ترجیح میداد بمیره ولی این اتفاق رو نشنوه، زنش بیاد ازش دفاع کنه، زنش خودش رو به کشتن بده به خاطری که از علی دفاع کنه. بعدم زن حامله که شیشه دستشه، حامل شیشه هست چی میگن، بعدم میدونن پشت در چه کسی هستن. من نمیدونم این بازی خال خرسه هم حدی داره. چطور ممکنه؟ من نمیدونم خدای من. علی جان چطور تونستی این زن حامله رو بفرستی در برای نام؟ اون زن حامله هم داره میدونه برای دفاع از اسلام داره میگه، دفاع از علی. هر وقت اسلام یعنی علی. وقتی علی هم میگه دفاع نکرد منظور از به خاطر خودش، میگه به خاطر حفظ اسلام علی چیزی نگفت، منظور خودش بود دیگه، چون الان یا ثابت شد که حضرت فاطمه به خاطر علی که اسلام بود دفاع نکرد، خودش رو بکشتن داد. بعدم علم غیب هم داشت، میدونی که مردان اومدن. همه این موارد به نظر شما یکی از این موارد همین یکی، یعنی شما اگر در بحث شهادت حضرت فاطمه 40 مورد رو ریز بگیرید، یکی از همین 40 تاش کافیه برای دروغ بودن این حادثه که نیازی نیست هر 40 تا کنار هم قرار بدید. خوش باشد که با ایمان بمیریم، برای دوست جاویدان بمیریم. چه خوش باشد میان سنگر حق به زیر سایه قرآن بمیریم. چه
خوش باشد که چون صدیق اکبر به راستی در راه ایمان بمیریم. چه خوش باشد عمرگونه به محراب درون خانه رحمان بمیریم. چه خوش باشد که چون عثمان مظلوم به وقت خواندن قرآن بمیریم. چه خوش باشد علی گونه به مسجد به زیر تیغ نااهلان بمیریم. چه خوش باشد که چون بوذر و سلمان برای خالق یزدان بمیریم. چه خوش باشد به سان ابن زهرا به صحرا با لب عطشان بمیریم. بحث ما در رابطه با عقیده صحیح اهل سنت درباره مهدی موعود هست، درباره نزول سیدنا عیسی در آخر الزمان از آسمان به سرزمین دنیا صحبت کردیم. یکی دیگر از نشانه‌های بزرگ نزدیکی قیامت ظهور شخصی است صالح، اصلاحگر، مجدد دین به نام محمد ابن عبدالله ملقب به مهدی. چکیده عقیده اهل سنت در رابطه با مهدی موعود چیست؟ عقیده صحیح اهل سنت این هست که در آخر الزمان شخصی از سلاله پاک محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از اهل بیت محمد، از سلاله فاطمه، از ذریه و از نسل سیدنا حسن ابن علی، نه از نسل حسین ابن علی، از نسل سیدنا حسن فرزند فاطمه الزهرا و فرزند علی. در آخر الزمان یه شخصی، یه مرد مصلحی، صالحی، متدینی، مجدد دینی قیام میکنه، اسمش موافق با اسم محمد رسول الله هست، اسم پدرش موافق با اسم پدر محمد رسول الله هست. یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا. قیام میکنه، ابتدای حرکتش از بلاد شرق، از جهت مکه مکرمه قرار میگیره، یعنی از خود مکه، از جهت شرق مکه ابتدای حرکتش با مجموعی از افراد مؤمن که به اون بیعت میکنن، دست همکاری با اون میدن برای اصلاح، برای از بین بردن ظلم، برای ریشه کردن تبعیض و جور، با اون بیعت میکنن، دست همکاری میدن. از جهت شرق حرکت شروع میشه و ولادت این شخص در مدینه منوره هست. تا 40 سالگی در میان مردم زندگی میکنه، همه اونو میشناسن. ایشون اسمش محمد هست، فرزند عبدالله هست، سید هست، از نسل محمد رسول الله هست، از فرزندان حسن مجتبی هست، همه اونو میشناسن. شخصی عادل، شخصی پرهیزگار، مصلح، صالح. اما تا 40 سالگی مردم اونو به عنوان این که این همون مهدی موعود باشه نمیشناسن. زمانی که خداوند متعال موعد قیامشو میرسونه، رسول گرامی اسلام میفرماید یصلحه الله فی لیله، خداوند متعال در یک شب اونو اصلاح میکنه، آماده برای قیام میکنه. یعنی قبل از اون آمادگی نداره، قبل از اون صلاحیت اینو نداره. در یک شب، اون زمانی که نزدیک به قیامش میشه، خداوند متعال در خلال یک شب صلاحیت این امر بزرگو که به عنوان یک مجدد وارد اجتماع بشه، اجتماعی که پر از ظلم و جور و کفر هست، پر از شرک هست، بیاد اونجا قیام بکنه و با سختی بسیار شدیدی، با درگیری های بسیار شدیدی بتونه ظلم و از بین ببره،
کشتار پیش میاد، درگیری پیش میاد، اما نهایتش پیروزی از آن مهدی و لشکر مؤمنش میشه. 7 8 الی 9 سال خلافت میکنه. در این خلال 8 الی 9 سال خداوند متعال برکات آسمانی، برکات زمینیشو همه برای انسانها بیرون میکنه. باران نازل میشه، زمین انواع و اقسام کشتزارشو بیرون میکنه، مال و ثروت به اندازه زیاد میشه که انسانها از مال و ثروت بی نیاز میشن. همونطوری که در هفته گذشته خوندیم که در زمان سیدنا عیسی همین زمان هست، یک زمان هست، هیچ فرقی نمیکنه. زمان همون یک زمان هست که 3 علامت بزرگ در یک زمان از علامتهای بزرگ قرب ساعت ظاهر میشن. اولش مهدی موعود، دومش نزول عیسی، سومش دجال و قتل دجال به وسیله سیدنا عیسی و با همکاری مهدی موعود. این چکیده عقیده اهل سنت هست درباره مهدی که ذکرشو شما شنید. حالا به این نقطه اشاره بکنم عزیزان محترم که در درسهای همیشگی خودم و خطبه های همیشگی خودم وقتی که بحث از رجال نامی تاریخ به میان اومده من به این قضیه اشاره کردم که متاسفانه در طول تاریخ بشریت، نه تنها در طول تاریخ اسلام بلکه در طول تاریخ بشریت، انسانهای والا، مردان نامی تاریخ به وسیله طرفداران جاهلشون مورد افراط قرار گرفتن و به وسیله مخالفانشون مورد تفرید قرار گرفتن. یعنی قضیه افراط و تفرید یه چیزی هست که در زندگی و تاریخ همه رجال نامی تاریخ به وسیله انسانها دیده شد و مهدی موعود هم از این قاعده مستثنا نشد و نیست. در رابطه با علی اگر خاطرتون باشه، در رابطه با حسین اگر خاطرتون باشه، در رابطه با محمد رسول الله اگر به خاطرتون باشه، گفتیم انسانهایی در معرض افراط و تفرید قرار گرفت. گروهی تا به امروز در حق رسول الله به اندازه افراط میکنه که از مقام انسانیت محمد رسول الله رو بالا بردن، گفتن اصلا وجود رسول الله وجود انسانی نیست بلکه خلقتش از نور هست. و گروهی برعکس این تفرید کردن به اندازه‌ای که گفتن هیچ فرقی بین محمد رسول الله و سایر انسانها نیست. اینها افراطها و تفریدها بودن که همه رجال نامی تاریخ به وسیله انسانها در معرض این دو قضیه قرار گرفتن. مهدی هم همین قضیه رو عزیزان محترم داره، همین حالت رو داره. گروهی از همون تاریخ قدیم در رابطه با مهدی عزیزان محترم مجموعی از اسطوره‌های دروغ، تخیلاتی و تصوری رو در عقاید و باورهایش وارد کرد که با هیچ عقل سلیمی و با هیچ شریعت آسمانی سازگار نیست. گروهی در رابطه با مهدی اون اندازه افراط کرده و میکنند که میگویند تنها مصلحی که در طول تاریخ بشریت خواهد اومد مهدی هست و بس. عدالت کامل، حکومت اسلامی به شکل کامل اجرا میشه تنها و تنها به وسیله مهدی. دیگه هیچ کسی نتونسته. حتی گفتن محمد رسول الله در دعوت خودش و در تبلیغ خودش به اون اندازه موفق نشده که مهدی موفق میشه. این اندازه افراط نسبت به مهدی به وسیله فرق اسلامی انجام شده. اگر بخوایم در رابطه با افراطهایشون عزیزان من صحبت بکنیم که ارزش صحبت کردن ندارن و نمیخوایم وارد این بحث بشیم، همهش خرافات، همهش چیزهایی هست که هیچ عقل انسانی و عقل سلیمی اونها رو قبول نمیکنه. یه اسطوره‌ای درست کردن به اسم مهدی، حاضر میشه، غایب میشه، به داد میرسه، به کمک میرسه، به انواع و اقسام مسائل درست کردن. این از افراطها هست که نسبت به مهدی عزیزان من در تاریخ انسانیت و در تاریخ اسلام به وجود اومده.
و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، در ایران، در افغانستان، در تاجیکستان، در روسیه، در اروپا، در امریکا، در پاکستان، بخصوص در لاهور که دیشب یکی از خبرهایی را شنیدم که بعد از هدایت شدگان برایم بسیار لذت بخش بود که نوه علامه احسان الهی ظهیر که رحمت خدا بر او باد که در این 20 سال روی تلویزیون ها خدا توفیق داده افکارش را، کتابهایش را خداوند بنده توفیق داد که افکارش را منتقل کنم. برای اولین بار دیشب نوشت تماس گرفت که ما اینجا در لاهور برنامه های شما رو میبینیم، کلاس عقیدتی تشکیل دادیم، دست جمعی، و پدرم یعنی پدر ایشون یعنی فرزند شیخ احسان الهی ظهیر که یک بار اینجا مشرف مهمانی شدیم، میگوید که درست است که ایران، اطلاعات ایران احسان ما را گرفت، لیکن احسان دیگر از ایران سر برا ما درست کرد. لیکن بنده خدا خود کجا و احسان الهی ظهیر کجا؟ چه نسبت خاک را با عالم پاک. وقتی که ایشان ترور شد من در زندان سوریه بودم، هنوز داشتم بودم، ولی خدا را سپاسگزارم که این توفیق عظیم رو من نصیب کرد که افکار ایشون را درباره تشیع و تصوف و فرق ضاله در این 20 سال خدمت شما بینندگان ارجمند فارسی زبان منتقل کنم. و اگر اطلاعات کور و خونریز و خونخوار و خمینی و خامنه‌ای عقل و منطقی می داشتند، دست به ترور و قتل و کشتار نمی بردند، جواب کتابهاش را می دادند. لیکن همه مستبدان تاریخ کوردلند و کورفکر، نمی دانند که هر خونی که ریخته میشه افکار صاحبش را آبیاری می کند. هر نویسنده‌ای، هر عالمی که کشته شده افکارش بسیار بسیار زنده تر شده. این اردوه من مدرسه شیخ هستم، معهد دراسات اسلامی. ماشاءالله ببینید نوه احسان الهی ظهیره. خود احسان الهی ظهیر 7 تا زبان بلد بود و نوش که دیشب من باش صحبت میکنم هم فارسی بلده، هم عربی، هم اردو و انگلیسی. حتما مقایسه کنید چون این خانواده رو با خمینی هندی و هندوزاده که 15 سال در عراق بود عربی نمیتونه حرف بزنه. مقایسه کنید اینها رو. ماشاءالله 40 طالب از منطقه ما پیش شما هست. خدا برکتشون بده. مدرسه ما به هنگام پخش برنامه شما بیننده هستیم. خداوند به شما و مدرسه شما برکت بده و به طالبانی که این برنامه رو توجه میکنند روزانه و فارسی رو بدین خاطر آموختیم. آفرین بر شما. آوازه نام شیخ ملازاده احسان الهی دوم در لاهور بلند است. الله اکبر. من خودم را یک شاگرد کوچک احسان الهی ظهیر میدونم. احسان الهی ظهیر در جوانی وقتی حرفایی زد که ما الان بعد از اینکه دکترا گرفتیم، بعد از اینکه 20 سال 30 سال داریم کار میکنیم حرفاشو میفهمیم. خدا رحمتش کنه.
و یک کلاس عقیده ما برنامه زنده شبانه تلویزیونی شماست. ماشاءالله، خدا برکتتون بده. دستان پرمهر شما رو بوسه میزنم. خواهش میکنم، ما رشته نسبی نداریم اما دلهای ما به حج عقیده صحیح به هم پیوند دارد. خدا بهتون برکت بده، خدا به خانواده‌تون برکت بده. نه افغانیم و نه ترک و تتاریم، چمنزاریم و از یک شاخساریم. الله اکبر. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. الله اکبر. پدرم میگوید ایران احسان الهی ما را شهید کرد، اما از همان ایران احسان الهی دوم مولازاده زنده شد و خنجری شد در قلب شیعه امام تراشان. خدا قبول کند، خدا قبول کند. این پدر من است. क्या जमात इस्लामी के लोग मौलाना मदूदी को गाली सुनना गवारा कर सकते हैं? क्या बरेलवी मसलक के लोग मौलाना नूरानी को गाली सुनना गवारा कर सकते हैं? क्या देवबंदी मसलक के लोग मौलाना मुफ्ती महमूद की तौहीन को गवारा कर सकते हैं? क्या अहलुल हदीस मसलक के लोग अल्लामा शहीद की तौहीन को गवारा कर सकते हैं? और जिनको अपने मौजूदा अकाबरीन से इतना प्यार हो कि वो इनकी तौहीन को गवारा नहीं कर सकते, रब्बे काबा की कसम है, हम सिद्दीक की तौहीन को भी गवारा नहीं कर सकते, फारूक की तौहीन को भी गवारा नहीं कर सकते, जिन्नरैन की तौहीन को भी गवारा नहीं कर सकते, हैदर करार की तौहीन को भी गवारा नहीं कर सकते। मार तो सकते हैं लेकिन अज़मत सहाबा के ऊपर समझौता नहीं कर सकते। ببینید دوستداران راستین اسلام را، دوستداران اصحاب محمد را، دوستداران آل بیت محمد را، क्या जमात इस्लामी من مترجم کتب شیخ به انگلیسی هستم. خدا بهتون برکت بده. ماشاءالله، خدا رحمتش کنه که چنین نسلی را پرورانده. الله خون ناحق را ضایع نمی کند و انقلاب ایران سرگردان و حیران است. الله شما را امثال شما را زیاد بگرداند. آمین. خدا برکت بدهد. همیشه افراد مخلصی می شناسم که برای شما دست به دعا هستند. خدا قبول کند. این خود احسان الله ظهیر است که در لحظه ترورش که آدم خاران خمینی لعنت الله علیه ترورش کردند. به مرگی من مگو عهدی جوانیست، یقین دارم شهادت زندگانی، شهیدان زنده و جاوید باشن، حیاتی خوش حیاتی آن جهانی. और कौनैन के ताजदार ने जब मोमिनों को लड़ाया, न किसी के पास तीर था न तलवार थी, किसी के पास नेजा था तो ढाल नहीं थी, अगर कमान था तो छोड़ने के लिए तीर नहीं था, अगर तीर था तो बचाव के लिए सिरा नहीं थी, लेकिन था तो रब पर ईमान था, अल्लाह पर एतमाद था। और उन्हीं के मुतल्लिक इकबाल ने कहा था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा और मोमिन है। لحظه انفجار شعر رو میخونه که اعتماد کافران بر شمشیرها و قدرتشونه، مثل خامنه‌ای که همه اعتمادش بر ترور و بر قتل و کشتاره، و اعتماد مؤمنان بر ایمانشونه، بر خدایشونه. وقتی که ایشونو ترور کردند فکر میکردند که افکار احسان الله ظهیر در ایران مطرح بشه. زمن گو صوفی و ملا سلامه که پیغام خدا گفتند مارا، ولی تعویل شاه در حیرت انداخت خدا جبرائیل و مصطفی را. خونه نکرده ایم و کسی را نکشته ایم، خونه نکرده ایم کسی را نکشته ایم،
جرمم همی که عاشق روح تو گشتایم. حکم فاتحه خوانی در اسلام چیست؟ اگر بدعت است چرا؟ علما چیزی نمیگن از چرا و میترسن. همین مسئله را به ایمان بگوین صادقانه رد کنم یا که سیاسی و پالیسی برم. در مسئله فاتحه هم ما از فاتحه های خود، از عروسی های خود یک جنجال جور کردیم و مشکل بر خود افزودیم و اسلام بر ما میگه که انا و اصحابی بریء من التکلف. در این دین تکلف نیست. ما به زور به طرف تکلف روان شدیم. هر چیز ما به طرف تکلف می رود. این خودش نوعی از انحراف است. پس کسی که وفات میکنه ما تکلفات را شروع کردیم که سبب یک فشار بر جامعه ما شده و در دین همچی کاری نیست. یک نفر وفات میکنه باز او مرده را نگاه میکنه میگه نانش بدیم. بس هر کس میآید به زور ایره به پیشین میارد تا که مردم نانش بخوره. مرده موجب پاییده، نفر صاحب مرده پشت آشپز بده و پشت نان بده و پشت ازی بده. یعنی ببینید این کاری که عقل میگه این کاری خوبی نیست. و رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که شما حق ندارین که از خانه میمان، از خانه مرده‌دار تا 3 روز نان بخورین، بلکه شما در خانه مرده‌دار نان بیارین، شما بیارین و با او یک جا بخورین تا غمش سبک شود، تسلی برش داده شود. بعد از 30 روز دیگه قضیه برداشت نمی شود. این اصلی خود همه طور است، ولی متاسفانه که به اساس رواجهای ما از هر چیز یک بابا جور کردیم. از جملهش همین فاتحه گیری هایی که ما میکنیم در مساجد و هر کس میرود دیگه دست گذاشته میره و قاری ها خوانده میره. همچی کار را در شریعت اسلامی و در فقه اسلامی ما نمیبینیم، ولی رواج افغان ها هستند. اینمی 3 کتاب در دنیای حنفیت بزرگترین کتاب من و شماست. تکرار میکنم. اول شامی، رد المحتار، بحر رافت القدیر در ارتباط فاتحه گیری نظر دارن، خدمت شما عرض میکنم. غلمغل نکو برادران امت اسلامی. سوال فاتحه گیری را گوش بگی که فاتحه موتو چی میشه. میگه جناب رد المحتار اشاره میکنه اشتراک در جنازه مسلمان برابر احد ثواب است. برابر چی؟ سر قبر رفتن هم برابر احد چیست؟ وقتی که سر قبر جنازه که ختم شد میگه کلی مردم مرده‌دار طرف خانهش، دیگه مردم طرف خانه برا. بسم الله اکبر. و کسی که در جنازه یک مسلمان شرکت بکند، بعد از او را تا به قبر بدرقیش بکنه، امرش حضور پیدا کند، الله متعال برای از این انسان اشتراک کننده 2 قیرات اجر میده. بعد میفرماید که شما میدانید قیرات چی را میگوید؟ میگه قیرات اگر کوه احد طلا شود و شما این در راه الله متعال خرج کرده باشید. پس ما را امین رواج ما که در مساجد فاتحه گیری میکنیم ما را تنبل ساخته. چی میگن؟ برو باز در فاتحهش میرون. این رواج هم چندین پهلو دارد. یک پهلو خواهیشته که متاسفانه ما قضیه را از عبادت کشیدیم به رواج آوردیم، در حالی که گذشتگان ما رفتن به خانه یک مرده‌دار به خاطر کسب ثواب بود. ما در این تنبل هستیم که اصل پاداش را بگیریم. در فاتحهش هم به این شکل اشتراک میکنیم. در مسجد قاری خوانده میرود و او قاریم به خاطر خدا نمیخوانه، او هم در این جامعه که چند نفر پیدا بکند. ما عملا میبینیم که او به خاطر خدا نمیخواند. والله اگه 1 دقیقه بر تو بده باز یک گپ میزنه میگه اوجه که مردم در فاتحه میه خو قرآن خوانی است، همین قرآن خوانی ثواب نداره. سواله میاره میگه هل تنتفی الکراهیه، آیا قرائت نمیتونم و قرائت از بین ببره؟ شامی شریف چی میگه؟ و ظاهر لا، ظاهر امیست که هم کراهت دفع نمیتونه. ملا صاحب دیگه چی میگه؟ و ظاهر لا، ظاهر امیست که مکروه نیست. پشت سری از این چیست؟ پشت سری و ظاهر لا میگه زیرا مقصد اینجا میگه این قرآن خواندن نیست. مقصد چی نیست میگه؟ قرآن خواندن خب به طریقه پیغمبر ثواب داره. اسپیکرهای بیرون هم چالان است که زمزمه میکنه، ولی در جریان تلاوتش خوبترین قاری ثواب میکنه که پاکتش چند است. قاری صاحب خفه نشین، بسیار معذرت میخوایم. قاری صاحب، ملا صاحب، مؤذن صاحب، نوری دیدیم هستیم گناهکاری کل هستم. خب ما را در قوطی نسوار جای نکنین. در درون قوطی نسوار یا پچاق پستک نفس کشیدن نتونیم. کمک آزادی بتین. یک تا نابلد قطش میره مثل مواری. یک خط ما رفتم نمیفهمیدم، نه رفته بودم در پاکستان. یک خط ما رفتم سری چپرکتا شیشتیم تقسیمات واری شد، یک سپاره رو به ما دادن.
این دیگه وقت خلاص کرد. من شروع استم نمیفهم بیچاره. یک دفعه ملا صاحب مرا گفت ختم نکردی؟ من گفتم نه. همینطور کرد. گفت بده از دستش بگی. یکی دیگه از پیش دستم گرفت، ورق در 2 نفر گرفتن. همین یک دقیقه سفر رسم میکن. پس که از مسجد رفتیم برای من چی میگن؟ نمیفهمی تو. من گفتم چی را ملا صاحب چرا؟ آلی یک آیت بخوان برو دیگه. کی سی پاره را ختم میکنه؟ این حالات ماست. ملای ما خیانت میکنه، خیانت هم در قرآن میکنه، در حق مرده میکنه. ببینی این حالت های ماست. از اون طرف باز چی میکنه؟ همینطور خوش میای حاجی صاحبا و وکیل صاحبا و قاری صاحبا یک پاکتک داده شده در جیبش. شما خبر داری که پاکت ها از کیسته؟ از مامور صاحب که وفات کرده بیچاره 5 و 6 طفل داره، 1 زن داره، خانه کرایی داره. مرده که رفت، خدا بیامرزدش. حاصل بدبختی برای کسی شروع میشه که زنده است. این بیچاره 1000 مرتبه میمیره. این روز اول، روز دوم، روز سوم، روز هفتم، روز 40، روز 30، روز 20، سال دومش، هر سال. کی گفته اینو؟ در کجا اومده این؟ اگر همه کره زمین رو شما بگیرید خیرات و صدقه بدید برای کسی که عملی که خودش در دنیا انجام داده به دادش نرسه، اونو نجات نده، نمیتونه نجات بده. از برای خدا پیامبر این کارو نکرده، ابوبکر این کارو نکرده، عمر این کارو نکرده، عثمان این کارو نکرده، علی این کارو نکرده. شما از کجا آورد؟ شما ثابت کنه که در زمان پیغمبر همچو حلقه ها شده، در زمان صحابه، در زمان تابعین، در اون زمان مرده ها میشد یا نمیشد؟ فکر براتون پیدا شود که کتاب الله برای چی آمده و امروز مردم ما چی تصور داره. ایرا میگه کتاب مرده. هر پنجشنبه بعد از اینکه مرده جان در اوجا بره دیگر روزا باز ختم نمیکنه، در حالی که آدم خیلی متدین است، خیلی اولادی قاری و حافظ داره، یک روزم در خانهش بدون تلاوت قرآن نیست، لیکن باز هم برای از اینکه مردم نگویه که پدر و مادر خود دوست نداشت، مرده خود چی کرد؟ شلغم گور کرد. پنجشنبه نان مکلف جور کو، پاکتای پیسه را بگو تهیه. این کتابی است که برای زنده ها فرستاده شده، نه برای مرده ها. متاسفانه امروز کتابی رو که الله سبحانه و تعالی فرستاد تا دلهای ما رو زنده بکنه، دلهای مرده رو زنده بکنه، این کتاب رو میبرن استفاده میکنن برای کسایی که مردن، هیچ نفع و ضرری هم برای اونها نمیرسن. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که اذا مات ابن آدم انقطع عمله. اگر که ابن آدم فوت کرد، فرزند آدم، هر انسانی، عملش از او قطع میشه الا من 3، الا از 3 چیز. ولد صالح یدعو له، فرزند نیکویی که براش کار بکنه، دعا بکنه، یا علمی که علم نافعی که مردم از اونها استفاده بکنن، یا صدقه جاریه. اما یک انسانی که شراب خورده، زنا کرده، 1001 فسق و فساد داشته، شما شب تا صبح تو خونش، تو مسجد، در خیابونها همه شهر رو ببندید، همه مردم رو دعوت بکنید، 1000 تا ختم قرآن بخونید، 1000 تا مراسم فاتحه خوانی براش بذارید، به اندازه سر سوزن فایده‌ای براش نداره. اگر میگید داره، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل بیارید از قرآن، دلیل بیارید از سنت. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگه که غیر از این 3 چیز دیگه هیچی به درد ابن آدم نمیخوره. غیر از این میخواد ملا باشه، میخواد آخوند باشه، میخواد ماموستا باشه، میخواد مولانا باشه، میخواد پیر باشه، ملنگ باشه، حجت الاسلام باشه، هر کسی که میخواد باشه، دلیل از قرآن بده، دلیل از حدیث بده. در اینجا 2 گزینه شما بیشتر ندارید، یا بگید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیاذ بالله دروغ میگه، یا که این کسی که این ادعا میکنه که این قرآن خواندن‌ها، این فاتحه خوانی‌ها نفی برای مرده داره. یکی از این 2 تا کدومش انتخاب میکنید؟ برگردید به ایمان خودتون، به تقوای خودتون، به اسلام خودتون، کدومش انتخاب میکنید؟ به کی میخواید تهمت دروغ بزنید؟ به رسول الله یا به این کسی که ادعا میکنه که این کار ثواب داره؟ ثواب داره، بده دلیل از قرآن، بده دلیل از حدیث. دلیل براتون آورد، دلیلشو بررسی بکنید، مطابق قرآن و سنت بود، مطابق حدیث صحیح بود، قبول بکنید، نبود بزنید به صورتش، هر کسی که میخواد باشه. باز ختمی مرده از ختمای دیگه فرق داره. طعامای ختمی مرده بسیار زیاد باشه، دو پیازیش خیلی قوی باشه، کوفتهش هم خیلی تلخ باشه. بازو را در روزای پنجشنبه ملا صاحب است، چپنای کلان است، وکیل صاحب است، حاجی صاحب است، خنده کده، مزاق کده تا او جمعه را
قطار استاد میشه. بازه تقسیمات سپارایش هم میبینه. ای بچه 3 سپاره تو بخوانی خوب این قاری صاحب است. و بچه دیگر چی میگه 4 سپاره تو بخوان. مرد بچه خود کم است نه نمیشه 5 سپاره. ریش سفید از جدا صدا میکنم ما وقت 5 سپاره رو در مسجد خواندیم خیر است این 5 جدا کنی. بازی جنابا که همینطور چشمای خود پت میکنه 4 دقیقه سری خود کلی خود این همینطور بعضیش همینطور شروع میشه قرائت از هر طرف. نه گوش گرفتن است نه سماع است نه انصات است. فتاوای شامیتان در مذهب احناف بکشی که معتبرترین فتاوا و میگه این جای گرنده و دهنده اردویشان آسمان گناهگار است. الاخذ والمعطی آثمانه کلاه ما آسمانه اردویش گناهگار است. ای باز در 3 دقیقه بعد چی میگه چی داری یا چیز نداری ای مردکه ختم شد. چطور ختم شد؟ گوش کو ما گفتیم یک جمله در سطح دنیا اگر در فقه حنفی فاتحه‌گیری معمول یک ورق صفت خودش است. الحاج دگروال متقاعد چه رقمی، ما چون تاجر ملی در خارج کشور در امریکا خوشگذرانی میکنه چه رقمی، در یک ورق دو طرفه صفت خود میکنه. بعد از او باز چوکی های قطار قطار در وطنی که ماست مانده میشه. هر لحظه که فاتحه‌گیری والا میره این مردم دو دسته پیشی بر استاد میشن. نجام است. اگر به می شکل معمول در سطح دنیا کسی ثابت کرد عبدالقاهر در چوک خیابان دار بکشین که دیگه کس در فقه شما دست نزنه. قطعا در دین وجود نداره به شکل معمول. بله اشاره کرده که رسول معظم در شهادت حضرت جعفر رضی الله عنه در مسجد شیشته بود غمگین. شروحات بخاری جواب میده میگه او نماز خواندن رفته بود به خاطر اعلان نکرده بود که ما شیشتیم به این فاتحه. صرف جناب بدرالدین عینی رحمت الله علیه در کتاب جنایز بخاری شرح بخاری یک اشاره کرده. یک توجیه شمیز کسایی را که کس نمیشناسه یا دم اعلان رقمی دور مدراز نه بگوین. اگر کسای سرشناس بود بگو مولوی عبدالقاهر مرده صبح 12 بجه جنازه است اعلان ایتو باش. کسایی را کس نمیشناخت بگو که بیادرزاده مولوی عبدالقاهر و خواهرزاده مفتی سراج صاحب و نواسه مولوی صاحب سید امام الدین یک دو سه نفر نامی که مردم تکثیر جنازه شوه. اما این رقمی که شما میگین نه. برادران امت اسلامی چقدر خوب زندگی است. یک دو چیزی را دل محترمان، اگر رفیق مرده آشنایش نبود 4 روز 5 روز بعد آمد این نبود در جنازه و سر قبر حق داره که تسلیت و فاتحه‌گیری در خانهش در یک دو. مگر ورث مرده نبود چند روز بعد آمد او هم حق داره. تعزیه داری پیغمبر را بگم براتون میفهمین چیست. بر رایق و کتاب حدیث میگه اعظم الله اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک. الله اجر تو را بزرگ بگردانه، الله صبر تو را نیک بگردانه، الله مرده تو را ببخشه. sizlarni qaysi tilga bildiray? شما را کتی کنم زبان بفهمانم. توشدingizmi توشمدingizmi میفهمین یا نمیفهمین؟ تاس سرون خلاصی که چاره نرو غاړم سرت خلاص میشه کتی کارت خلاص کنم کدامش کنم که شما او برادر این 3 جمله پیغمبر است. اگر در سطح دنیا کسی ثابت کرد که در فاتحه‌گیری پیغمبر و 4 خلیفه و خیر القرون قرآن خوانده بازم مرا در خیابانتان دار بکشید. سوال دیگه شمیز که چرا ملا نمیگه اینجا نوشته کرده ولی که کدام ملا جنگ میکنی برادر؟ چرا ملا نمیگه ولی ما چی کنیم؟ خیلی دیگه حکومت از قانون است اداره است آزادی سر کس میدانه کارش. هر کلگه برخیال هر کلگه برخیال. 9 سال شده جناب مولوی صاحب سید امام الدین میگه 9 سال شده من میگم کس عمل نمیکنه. دیگه خود رسیدین مفتی صاحب اشاره کرد کسی که صادقانه گپ شامیر عمل میتونه مشکلی پدر و مادر نداره دستش بالا کنه. اگه نمیتونه نه کلگی بالا نکنین. الحمدلله. اوه مولوی عبدالقاهر خو کلانی وابیاست چوچگکای خرداش از دیگه کتا کتا کافرش همیجا هست. خب به هر صورت بار دیگر خواست از اینا خواست مولوی صاحب بگوین که گپ 9 سالی از عملی میکنین یا نه؟ بلند کن. الحمدلله. ما در یگان مجلسی که دوج هستم میگم کسی در موسیقی نمیره دستش بالا کنه. با یک روز زنگ میاد مولوی صاحب سلام علیکم ما از مخلصایت هستم کسایی که دستش بالا کرده میول زیر درم پودروپی موسیقی شیشته و اگه اونجا دیدم چطور الله خو میبینه. اگه من نمیبینم الله میبینه نمیبینه. پس از این خاطر ای برادر جان فاتحه‌گیری های معمول گیلمش جمع است. بیغم باشی ثواب نداره. خو این دو سره خدای ناراض هندو از عبادت مانده شده الله ناراض. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين
الدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما. الرحمن الرحیم. عبدالله هستم و با برنامه قرآن برای همه در خدمتتون هستم. کماکان مبحث غیرالله رو ادامه میدیم با عنوان اینکه چرا شیعیان پیرو علی علیه السلام نیستند. مناجات. در این سلسله مباحث غیرالله خدمتتون گفتیم که نکاتی رو ارائه خواهم کرد که باعث هدایت شدن خودم شد و به شما هم ارائه خواهم داد. در این جلسه خطاب من نه به شیعه های صفوی، نه به غیر صفوی، نه به علمای شیعه، نه به گذشتگان شیعه، نه به قائلین به طرف من، به هیچ کدوم از اینا نیست. خطاب من به هیچ کدوم از اینا نیست. الان خطاب من به عوام شیعه است، همونایی که الان دارن زندگی میکنن، من جمله پدر و مادر خودم که صحبت‌های منو گوش نمی‌کنن و نمیتونم خیلی واضح باشون بیان کنم. مخاطب من همه کسایی، همه عزیزای من که الان خودشون رو شیعه و پیرو علی میدونند، اونها هم مخاطب این برنامه هستند و تو ای شیعه، تو هم همونطور مخاطب من هستی. در این جلسه میخوام مناجات حضرت علی در کوفه رو بیایم با هم بررسی کنیم. خیلی دعای قشنگیه و توی مفاتیح الجنانتون هم هست. در قسمت باب اعمال مسجد کوفه جایی هست، چیزی هست مثل مناجات حضرت علی که خیلی هم خونده میشه، از صدا و سیما هم خیلی پخش میشه، ولی کی بهش باور داره جز خود علی که خوند؟ من الان بهش ایمان دارم و اونچه که علی گفت، چون امام من بود، چون من پیروش هستم، چون من شیعه و محب علی هستم. علی هستی؟ بیا با هم بریم ببینیم علی چه راهی میره، با هم پیش بریم انشاءالله. الان شروع میکنیم دعا رو. اگرم خواسته میتونی توی مفاتیحت بیاری با من بخونی، ولی من دعا رو هم انشاءالله نشون میدم و صوتیش رو هم میذارم براتون، برای اینکه بهت نشون بدم 100 تا کلیپ، دقیقاً 100 تا کلیپ صوتی و تصویری انتخاب کردم که برات بگذارم در مورد این دعا و غیر این دعا یا مناجات حضرت علی، تا متوجه بشیم که آیا پی علی می رویم یا نمی رویم. برای همین مناجاتی که انتخاب کردم از صدای همون مداح معروف کریمی هست که در شب احیای سال 1390 برنامه‌ای که داشته این مناجات حضرت علی رو شب قدر خوندن و من از خود ایشون استفاده کردم و از مداحی هم سعی کردم بیشترش از ایش خودشه، تا تناقض آشکاری که زمانی که میاد و روخونی میکنه فقط از کلام حضرت علی با زمانی که خودش برای خودش حرف میزنه و آواز میخونه و شعر میخونه، این تناقض ببینیم و انشاءالله که ما در این تناقض پیرو حضرت علی باشیم. اگر شیعه علی بودن یعنی پیروی از حضرت علی و در نتیجه در حقیقت مسلمان بودن و شیعه پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم بودن. اللهم انی اسألک الامان. خدایا من از تو امان میخوام، برکه یوم لا ینفع مال ولا بنون، برا روزی که هیچ نفعی برام نداره مالم و بچم.
الا من اتى الله بقلب سلیم. فقط چیزی که ارزش داره قلب سالم و سلیم. دعا شروع شد، مناجات حضرت علی میبینیم که با اللهم شروع شده، یعنی مخاطب کل این دعا کلمه اولش چیه؟ اللهم، ای اله من، این پروردگار من، ای معبود من، انی اسألک الامان، من از تو امان میخوام. دقت کنید، امان. یوم برای چه روزی؟ برای همین روزی که میخواد بگه. ولی ببینیم این ادامه اینو از کجا آورده حضرت علی که بخواد بگه برای چه روزی هست. دقیقاً کلمه قرآنه. تو از اینجا به بعد هر جایی که با این رنگ زرد و حاشیه قرمز نشونتون دادم، اون قسمتی هستش که دقیقاً از قرآن توی مناجات حضرت علی اومد. یعنی گفته یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خدا اینجا دقیقاً کلمه به کلمه مال آیه قرآنه. برای همین اینجا خواستم نشونتون بدم که حضرت علی از این قرآنی که ما داریم حرف می‌زده، از همون قرآنی که بر پیامبر نازل شده، این قرآن آورده مال یوم یبعثون، مال روز قیامته. داره خدا من تو روز قیامت از تو امان میخوام. کدوم روز؟ اون روزی که حالا صفاتشو تک تک از قرآن میاره، یعنی که از قرآن یاد گرفته، از پیغمبر، که از حرفای پیغمبر یاد گرفته که در قرآن اومده. حالا نشونتون میدم دعایی که حضرت علی کرده، اون چه که از خدا خواسته و قرآن، و چه دقیقاً نمیتونم بگم در راستای قرآن، همون قرآن نمیگم، میگه خدای من از تو امان میخوام برای اون روزی که توی قرآن وصفش کردی. وصفش چیه؟ اولین وصفش اینجاست. پس هر جایی که در آیات قرآنی که نشونتون خواهم داد با این رنگ زرد و حاشیه قرمز نشونتون دادم، ببینید که حضرت علی عیناً همون رو استفاده کرده انشاءالله. ولی ببینیم که به ما چی گفتند. به محشر زاتش قهر الهی ولای او به دل حسن حسین است. میگن که خدا گفته که حدیث قدسی دارن که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن نخن حسنی امن من عذابی، یعنی اینکه ولایت علی دژ خداست و هر کی وارد اون دژ بشه، یعنی بگه ولایت علی رو بپذیره، امن من عذابی، از عذاب من ایمن شده، امان گرفته از عذاب من. دقت کنید، این امنه همون الامانیه که علی میخواد. از کی؟ از اللهم، از خدا. خدا برای روز قیامت امان میخواد ازش حضرت علی، ولی شیعه ها خودشونو ایمن میدونن همینجوری. دقت کنید، به خدا علی اینو نگفت. میگه به محشر ذاتش قهر الهی، یعنی آتش قهر الهی، خدا آتش جهنم که خدا آماده کرده برای افرادی که این حرفا رو میبندن به خدا و بهش ایمان دارن و خیال خودشون خام میکنن. و علی به اونا ایمان نداشت. چرا؟ چون داره میگه که انی، یعنی من، قطعا من، درست به درستی که من، ای الله، اسالو کرد، ازت گدایی میکنم، سوال میکنم، میخوام الامان، همین امنی که اینا میگن امن من عذابی، از عذاب تو. پس دژمژی در کار نیست برای خود حضرت علیش. البته اینا نکنه میخوام بگن که حضرت علی خودش ولای خودش رو قبول نداشته، برای همین ایمان نبوده از عذاب الهی، از حول و هوای روز قیامت. این دیگه بحث خودشونه. ولی انشالله میریم بحث میکنیم و ببینیم که یقین کنید آیه قرآن نشونتون دادم کلام حضرت علیه، این کلام حضرت علی آیه قرآنه و درخواست امان میکنه از خدا. واسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه. امان میخوام بر اون روزی که ظالمی نیست که یکی کشته باشه، کسی که به نفس خودش هم ظلم کرده باشه. اون روزی که ظالم پشت دست خودش رو گاز میگیره، یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، میگه کاشکی من با رسول تو خط رسول خدا بودم.
این هم دقیقاً آیه قرآن اون قسمتی که زرد نشونتون دادم. میبینید سوره فرقان آیه 27 دقیقاً و یوم یعض، این آیه رو ادامه همین چیزی که حضرت علی گفته دقیقاً آیه 27 سوره فرقانه. و حالا که این آیه رو آوردیم میخوام یکم قبل و بعدش هم با هم بخونیم ببینیم که خداوند حالا تا حضرت علی ما رو به قرآن راهنمون کرده تو مناجاتش. با قرآن رو باز میکنیم و میخوایم از این قرآن ببینیم دیگه چیا هست که ما هم اضافه چیزی انشاءالله بهره ببریم. ترجمهش رو براتون میارم. میگه آن روز فرمان روایی ملک به حق از آن خدای رحمان است و روزی است که بر کافران بسی دشوار است. کافران گفتیم کسایی که ناسپاسی میکنن به همه اونچه که خدا بهشون نعمت داد. و روزی است که ستمکار دستهای خود را میگزد میگوید ای کاش با پیامبر راهی بر میگرفتم. این همون حرفی که اینجا حضرت علی از قرآن آورده. ای وای کاش فلانی را دوست خود نگرفته بودم. ای وای کاش حرفای فلانی رو گوش نکرده بودم. ای وای کاش که هر چی به هم گفتن و یادم دادن و ضد کلام الله و پیامبرش و حضرت علی بود اونا رو گوش نمی کردم، نمی پذیرفتم. چرا؟ او بود که مرا به گمراهی کشانید پس از آنکه قرآن به من رسیده بود و شیطان همواره فروگذارنده انسان است. ببین این قرآن به ما رسیده، این دوستامون، این کسایی که فکر میکنیم خیرمون رو میخوان میان و ما رو به گمراهی میکشند. همین ادامه همون آیه که حضرت علی اینجا آورده داره اسألک الامان، یعنی ایمنی میخوای خدا امان بده برای اون روز منو. این کی داره میگه؟ من تو نمیگیم، من تو هم باید بگیم، ولی ما داریم از کی یاد میگیریم؟ از همون حضرت علی. و پیامبر گفت پروردگارا قوم من این قرآن را رها کردند. این قرآن رو ما رها کردیم. چون کشور ما شیعه که هستن، شیعیان این قرآن رو حداقل، نمیگم بقیه رها نکردن کردن، بسیاری از شیعیان حداقل میترسن از این قرآن. خود منو دارم میگم دیگه، چون میدونم من از خودتون بودم، هنوزم هستم، نه که بگم جدا شدم چیش، نه من اعتقاداتم قرآنی کردم. هر چیزی که غیر قرآنی بود ریختم دور. فهمیدم که چقدر جالب وقتی که چیزایی که ضد قرآنیه رو میریزم دور، حرفایی که ضد حرفای پیامبر ریخته میشه دور، حرفایی که ضد حرفای حضرت علی ریخته میشه دور و اون موقع من مسلمان میشم. ببینید پیامبر توی همین آیات داره میاد میگه ای خدا، پروردگارا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این قرآن رو کنار گذاشتن، داشتن تاقچه هاشون فقط موقع عروسی یه بار میبرن، یه بار موقع ختمشون خونده میشه، اونم هیچ کی نمیفهمه، میذارن پس زمینه، اونها دیگه هیچ دیگه کار. و این گونه برای هر پیامبری دشمنی از گناهکاران قرار دادیم و همین بس که پروردگارت هادی و نصیر است. میگه برای هر پیامبری از مجرمین گذاشته. پس مجرمین کیان؟ کسایی هستند که قرآن رو مهجور میکنن، کسایی هستند که نمیذارن مردم قرآن بخونن. بی ولایت تو مولا دین حق معنا نداره. این میاد میگه بی ولایت و مولا دین حق معنا نداره. یه جای دیگه موقعی که کلام حضرت علی میخونه میگه همین قرآنه، همین آیات قرآنه، حضرت علی داره از خدا امان میخواد، بعد میاد میگه بی ولایت و دین حق معنا نداره. جایی که قرمز کردم اون چیزاییه که انشالله بهش میرسیم در تضاد با کلام حضرت علی در همین مناجات. دین حق معنا نداره، معنا نداره یعنی پیامبر هیچ، پیامبران گذاشته همه هیچ، خود الله العیاذ بالله. دین حق معنا نداره. امان میخوام برای اون روزی که قیافه مجرم تابلو میشه، قول خودمون معلومه کیه، از رو قیافش میشناسنش، میان موهای سرشو میگیرن، پاشم میگیرن، برمیدارن میبرن. میبینیم که دقیقا این هم آیه 41 سوره الرحمن هست. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. خود
خداوند این رو در قرآن آورده. حضرت علی میگه خدای من تو همون روز ازت امان میخوام، تو خدا به من امان بده، اسألک، ازت امان میخوام، اللهم. حضرت علی از قرآن داره استفاده میکنه. من خیلی میخوام روی این تاکید کنم که شما هم برید، هم اگه پی علی نمیری، پی علی برو، پیرو علی باش. واسألک الامان یوم لا یجزی والد عن ولده. پدر به جا پسر مجازات نمیشه. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. همطوری برعکس ان وعد الله حق. وعده خدا حق. آی رفیق راست رسکیه اینا. بله وعده خدا حقه، ولی از کجا اینو گفته حضرت علی؟ باز دوباره میبینیم که دقیقاً آیه قرآنه. اون قسمتی که زرد کردم رو نگاه کنید. خداوند میفرماید که یا ایها الناس، این مردم تقوای الهی پیشه کنید و بترسید. وخشعوا، بترسید. از کی؟ از همون روزی که حضرت علی اینجا از قرآن استفاده کرده و هراسش آورده. روزی که هیچ کسی، پدر و فرزند، کیفر همدیگر رو نمیگیرن. ان وعد الله حق. قطعا وعده الهی حق است. میگه بترسید خدا، میگه وخشعوا، بترس. حضرت علی میگه چشم. من نگه میگه چشم، میترسه. چرا؟ چون میدونه از پیامبر پیروی کرده، از قرآن پیروی کرده، میدونه این روزی که باید ترسید، میترسه. نمیاد میگه امن من عذابی، خوشحالم، من خودم که بقیه همه با ولایت من از عذاب خدا در میرن، آتیش قهر الهی نمیگیرتشون، چه برسه به خودم. پس نه، وخشعوا. حضرت علی میترسه. اگه به خدا من و تو هم ایمان بیاریم، به اون چه که حضرت علی بهش ایمان آورده بود، ما هم میترسیم و چیزی نیست جز این قرآن و فرمایشات پیامبرش. اما میخوام بریم جلوتر ببینیم تو همین آیه، دو تا آیه بعدش چی خدا فرمایه. آیه 33 بود یا آیه بعدش 34. خداوند میفرماید خداوند زمان قیامت مخصوص خداست و اوست که باران نازل میکند. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. و نمیداند کسی، نفس، احدی، ماذا، چه چیز را، تکسب، کسب میکند، غدا، فردا. پس نمیداند کسی فردا کسب میکند چه چیزی را. و ما تدری نفس به ای ارض تموت. و نمیداند نفسی کسی کدام زمین تموت، میمیرد. یعنی خدا داره میگه نفسی، احدی نمیدونه فردا چه اتفاقی براش بیفته. حضرت علی میترسه، میگه نکنه من فردا زنده نباشم، چون علم غیب نداره. و خدا هم داره میگه و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. نمیدونه احدی فردا چیکار میکنه، نمیدونه به کدام زمین حتی میمیره. نفس یعنی احدی. ان الله علیم خبیر، به جز او که علیم خبیر است. اینو داریم که میگیم از همون آیاتی که حضرت علی استفاده کرده برای مناجات میریم اطرافش هم اگه شد نگاه میکنیم، چون خیلی این قرآن به حضرت علی چیزا یاد داده. ما هم میخوایم پیرو علی باشیم و از این قرآن درس بگیریم. برای اون روزی که کسی برایش که دیگه چیزی نداره. والامر یومئذ لله. و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. روزی که هیچ کسی برای هیچ کسی قادر به انجام هیچ کاری نیست. هیچ کسی برای کسی سودی نداره. چرا؟ همه امور در دست خداست. راه بازه، دستتون رو هم میگیرن. این مقدار مسلمانی که دارید خوبه ها، بهش انشالله میرید. اینقدر غصه او رو نخورید، بهش میرید. برای اون روزی که کسی برایش که دیگه چیزی نداره. حضرت علی میگه اون روزی که هیچ کسی برای هیچ کسی هیچ چیزی نداره. از کی میگه؟ از آیه قرآن میگه. کی گفته پس اینو؟ الله گفته. الله میگه، پیغمبر میگه، علی میگه
اون روزی که هیچکی برای هیچکی هیچی نداره. اینا میگن دستتون رو میگیرم، خیالتون راحت، بهشتم میرید. علی امان میخواد از خدا. حالا میبینیم میگه من نمیخوام من نبرید جهنم. اینو نه، دستتون رو میگیرم بهش میرید، حله، همینی که دارید حله. اون چیه؟ دست علی رو کسی نیست بگیره، خودش هم نمیتونه به داد خودش برسه. والامر یومئذ لله. دستتون هم میگیرن. این آقا این حرفش به پیروی از علی، به پیروی از پیامبر و به پیروی از الله نیست، ضد این هاست. اوان میخوام برای روزی که آدم از برادرش، پدرش، مادرش، همسرش، بچهش فرار میکنه، هر کی جا خودشه، هر کی جا خودشه. و حضرت علی برای این روزی که در آیه 34 تا 37 سوره عبس خداوند اینجا هم توصیفش کرده، امان میخواد. این خود امان میخوام. بابا چجوری بگه الامان؟ الامان. الله اکبر، الله اکبر. خدایا غلط کرد. امان میخوام برای اون روزی که مجرم میگه کاش میشد بچه‌مو به جای من عذاب کنی. ای وای، ای وای. الان برای بچه تو آتیشم میری، برای بچه هم میمیرم. بعد اون دنیا اینقدر کار سخته. مجرم میگه اگه میشه بچه‌مو به جای من، همسرمو به جای من، داداشمو به جای من، خویشاوندانمو به جای من، اصلا همه اهل زمینو به جای من عذاب کن، منو نجات بده. چقدر سخته. کلا انها لذا نزاعة للشوا. مثل کباب که رو آتیش میگیرن. این خوفش ها. بله این خوف روز جزاست و خداوندان گفت بترسید، وخشوا، از این روز بترسید. و حضرت علی از اون ترس و از اون روز امان میخواد از خدا. این دقیقاً توصیفی که خداوند در سوره المعارج آورده، دقیقاً کلمه به کلمه تا همون آخرش، کلا انها لظا نزاعة للشوا. خیلی جالبه، حضرت علی از این میترسه، ولی من خیلی دلم نیومد که تو این جایی که دارم نشون میدم که چقدر حضرت علی میترسه نشون میدم فقط ایشون نیست که میترسه از حول هوای قیامت، از آتش جهنم. میخواستم راجع به اون دعای دیگه که الان میخوام براتون بیارم، فقط هم یه فرازش رو که مال امام حسین علیه السلام هست در یه جلسه دیگه صحبت کنم، ولی اینجا چون خیلی به کلام پدرش نزدیکه، خیلی چون به کلام رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم نزدیکه، و در حقیقت چون کلام آیات قرآن و اللهه، کلام اللهه. من فقط یک مروری میکنیم به فراز آخر دعای امام حسین در عرفه که این هم در همون مفاتیح الجنانتون هست، برید بخونید ببینید اونا چی میگه. میگه اللهم، دوباره ببینید اللهم میخواد، از کسی دیگه حاجت نمیخواد، نمیره پیش امام رضا حاجت بخواد، چون قبل اینکه امام رضا هم به دنیا بیاد میدونسته که امام حسین چه حاجتی میخواسته ازش بخواد که این نمیاد. میگه اللهم، مثل کی؟ مثل پدرش، مثل پیامبر، مثل صحابه، مثل من و تو باید باشه. بله اللهم حاجتی، حاجت من الیک، به سوی تو. حاجتشو از کی میخواد؟ از اللهم. منم پیرو همین خطم. اللهم، فقط از تو حاجت میخوام. التی، یعنی اون حاجتی که ان اعطیتنی ها، اگه اعطاش کنی به من، میخوام ترجمهش کلمه بکنم، اگر اعطایش کنی به من، لم یضرنی، به من ضرر نخواهد زد، ضرر نمیزند. ما منعتنی، آنچه که منع کردی از من، یعنی اون چیزی که به من ندادی ضرری به من نمیرسونه اگر اینو به من بدی. والتی، و همون حاجتی که ان منعتنی ها لم ینفعنی ما اعطیتنی، که اگر منعش کنی از من، اگر اونو به من ندی،
لم ینفعنی، به من نفع نمیرسونه، ما اعطیتنی، آنچه که به من اعطا کردی. پس چیز خیلی مهمی باشه که میاد میگه که هر چی نعمت بهم دادی به هیچ کار من نمیاد اگر اینو به من ندی، و همه اون چیزایی که به من ندادی هیچ ضرری به من نمیزنه اگه اینو به من بدی. پس اون خیلی باید خواسته مهمی باشه و مهمترین خواسته است. اسألک خلاص رقبتی من النار، میخوام، اسألک سوال میکنم، درخواست میکنم، خلاص رقبتی گردنم از نار، یعنی منو تو آتش جهنم ننداز، منو تو آتش جهنم ننداز. کی داره میگه اینو؟ من نمیگم، تو نمیگه، امام حسین میگه. کسی که علی رو داره آتیش به جونش حرومه. مولا علی جان، مولا علی جان، اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. ببینید امام حسین داره از خدا میگه ای خدا همین یه حاجت رو ازت دارم که من آتیش ننداز. این آقا میاد میگه که هر کی علی رو داره آتیش به جونش حرومه. بگو ببینم امام حسین این مثل قد این کریمی و کسای این شاعرها و امثالشون میدونسته که هر کی علی رو داره آتیش به جونش حرومه؟ یعنی اصلا نمیشه دیگه، ضد آتیشه. میدونه یا نمیدونه؟ داره میگه خدا همین یه خواسته رو ازت دارم، فقط منو تو آتیش ننداز. خدا حضرت علی هم همینطور، دعا کمیل هم بخون که بازم اونم حضرت علی داره میگه پیرو علی نیست کسی که بیاد بگه آتیش به جونش حرومه، نسوزیگر علی را دوست داری. بگو ببینم امام حسین علی را دوست داشت یا نداشت؟ قطعا داشت، پدرش بود، همه باباشون دوست دارن. میگه نسوزیگر علی را دوست داری، یعنی نمیدونست اینو خود امام حسین. حرفای اینا پیروی از ائمه نیست. من میخوام پیروی کنم از امامام، برای همین به حرفای اینا باور نمی کنم. الان خدا داره میگه که دیدید که از آتش جهنم بترسید، ائمه میترسیدن، اینا میگن نترس، هم دستتون رو میگیرن، بهش میرید، قصه نخورید. حرف کیو باور میکنی؟ پی کی میری؟ مطمئنی پی اون کسی که داری میری پیروی از علیه و پیروی از پیامبره و پیروی از الله بزرگی در نهایت، یا نه اینا بر خودشون از هوا و هوسشون حرفایی میزنن و منو تو رو میخوان گمراه کنن؟ مولای یا دیگه اینجا بعد معنیشو میفهمی. تو بالایی من پایینم، کی باید به این پایینی رحم کنه غیر اون بالاییه؟ معنیش اینه. حالا کلماتو بچین خودت گریه کن برای خودت تا آخرش برو. تو مولای منی، من بنده تو هم، کی باید به بنده رحم کنه غیر مولا؟ خب برگشتیم رو مناجات حضرت علی که بدون هیچ واسطه، یعنی اینجا چیزی قطع نشده، از همون جایی که بود اسألک الامان رسید به قسمت دومش که با مولای یا مولای شروع میشه. ای مولای من، ای آقای من، ای سرور من. حضرت علی میگه انت المولا، تو مولای منی، و میدونه که خداوند فرموده ذالک بان الله مولا الذین آمنوا، خدا مولای کسایی که ایمان آوردن، و حضرت علی ایمان آورده و خدا مولای اوست و من و تو هم باید ایمان بیاریم و خدا مولامون باشه. و ان الکافرین لا مولا لهم، کافران مولا ندارن دیگه. حضرت علی ایمان داره پس خدا مولاشه، پس فقط یه مولا داریم، یه مولا داریم، اونم کیه؟ الله، برای کسایی که ایمان آوردن. و الکافرین لا مولا لهم، کافران مولا ندارند، دلشون خوش نکنند به اون روزی که باید بترسن ازش که کسی میاد دستشون رو میگیره. بیایم ببینیم اینا چی میگن. حالا حضرت علی داره خیلی میگه انت المولا، تو مولای من، عبدم، من بندم. عبد یعنی بنده، برده. عبد بهترین کلمه که حضرت علی، اولین کلمه‌ای که اینجا برای خودش توی قسمت دوم آورده، پس از اینکه درخواست میکنه برای اینکه امان بده خدا بهش، میگه چرا خدای ازت امان میخوام، و بعد روز قیامت رو بعدش میگه. پس فراز اول این بود که از خدا فقط امان میخواست. فراز دوم با این شروع میشه که میگه من عبدم و هل یرحم العبد الا الله،
و چه کسی است و آیا به خاطر اینکه این همیشه ترجمه نمیکنه از اینجا به بعدشو میخوام اینو بدونم. حل یعنی آیا، یرحم یعنی رحم میکند، العبد عبد را، الا همون الا مولا، و آیا رحم میکند عبد را کسی جز مولا؟ میگه خدایا من کوچیکم، من عبدتم، تو باید به من رحم کنی، کسی جز تو نیست که به من رحم کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امان میخواد از همون روز. مولای اولیای خدا کیست جز علی؟ مولای اولیای خدا کیست جز الله؟ کیست جز مولای علی؟ مولای من، مولای علی، مولای پیامبر، مولای همه پیامبران، مولای صحابه، مولای اولیای خدا الله، همون اللهمه‌ای که حضرت علی باهاش شروع کرد. نه علی، جز علی. دقت کنید، الله داریم و جز الله، این تو قرآن اومده. الله غیر الله، این مبحث اصلا غیر اللهه که داریم بحث میکنیم. اینا جز علی و جز علی دارن. دقت کنید، علی جز علی، اصلا همچین چیزی نداریم جز علی. علی در قاطی بنده های خداست، از بنده های خیلی بالای خداست، قطعا از برترین صحابه پیامبره، ولی اونم عبد، العبد جز اللهه. من عبد مولا تو، باورتون میشه این همینیه که داشتین الان این مناجات حضرت علی رو خونی میکرد که علی میگه من عبد و مولا تو ای الله، این میاد میگه من عبد و مولا تو ای علی، عبد تو هم مولای تو ای علی، استغفر الله ربی و اتوب الیه. همینه که داشت الان کلام علی رو خونی میکرد و ذره‌ای بهش ایمان نداشت، چون کلا بیشتر کلیپایی که قائم نشون داد از همین خود این آدمه. همین آدم داره ضد کلام علی حرف زنه. شیعه علی نیست اگه شیعه یعنی پیروی. من اونایی هم که دست میزنن اونجا حواسشون نیست. منم دارم همونا رو دعوت میکنم. گفتم این دفعه به علما هیچ کاری ندارم. به همونایی که میرفتیم اونجا، من خودم میومدم دست میزدیم یا سینه میزدیم، میگفتیم که بیا من عبد مولا تو، من عبد مولا تو. هر چی میگفت تو گوشمون ما هم تکرار میکردیم. کلامی تعقل نمیکردیم ببینیم این ضد کلام الله، ضد کلام پیامبر، ضد کلام خود علیه. من عبد مولا تو، عبد خدا خدایی شب دریا دل هیدا. این که دیگه اصلا دیگه گذاره. عبد خدایی هستین علی، چون خودش گفته من عبد خدا هم، الهی من عبد تو هم، تو مولای منی. میگه نه، هم عبد خدا که هستی جدا خدای ما هم هستی. چی داری میگی؟ ای کسی که ضد علی حرف میزنی، ای کسی که به دشمنی آنچه که علی بهش اعتقاد داشت حرف میزنی. اون کسایی که اونجا هست عبد خدا و استغفر الله و خدای. عبد خدا رو خود علی گفته، ولی کجا گفتش که خدای شما هم؟ مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک و هل یرم المملوک الا المالک. مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل هل يرحم الذليل إلا العزيز. صدا علی داره میاد، صدا علی داره میاد. ای آقای من، ای آقای من، ای مولای من، تو با عزتی، تو عزیزی و من ذلیلم. و آیا رحم میکند به ذلیل جز عزیز؟ علی عالی علی موکل للرب. همه برتر علی. معنی احساس چیست؟ علی مولا مولای یا مولا انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق
الخالق. میخوام برای این فراز صفحه از قرآن رو براتون بیارم. خواهش میکنم اینو یادداشت کنید. صفحه 474 این قرآن عثمان طاهی که داریم، یا سوره غافر از آیه 60 تا 66. اون قسمتی که حضرت علی میاد میگه ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو. میگه انت الخالق، تو الخالقی، خب تو خالق همه چیزی و من مخلوقم. خیلی مهمه. حضرت علی میگه من مخلوقم. خب حالا که اومدیم توی این صفحه قرآن، میخوایم یه مقدار راجع به بالا و پایین آیات هم نگاه کنیم تا ببینیم چه گوهرهایی میتونیم از این استخراج کنیم. حتی خیلی سریع میخوام راجع به این صفحه بحث کنم. خیلی صفحه زیبایی، انشالله تو همین جلسه دوباره هم بهش برمیگردیم. در بالا میگه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و گفت رب شما ادعونی، مرا بخوانید، استجب لکم، تا برایتان اجابت کنم. منو بخوانید تا اجابت کنم، مرا بخوانید برایتان اجابت کنم. کسانی که از عبادت من استکبار میکنند به جهنم خواهند رفت. خداوند میفرماید ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. خداست که فضل داره، زیاد فضل، صاحب فضل برای انسانها و بیشتر مردم شکرگزار نیستن. گفتیم ناسپاسی یعنی کفر. و در ادامه این میگه که ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو فانا تؤفکون. پس به کدامیستون کجا پشت میکنید؟ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات الله یجحدون. کسانی که با آیات خدا در ستیز بودن، اونان که برمیگردن. آیات خدا کیه؟ همین کلام قرآنه. آیات خدا چیه؟ مناجات های حضرت علی که برداشته شده از همین آیات رو ببینید. حضرت علی در راستای آیات قرآن حرکت میکنه. برای همین اگه پی علی بریم، در حقیقت پی آیات قرآن رفتیم، پی پیامبر رفتیم، پی حق رفتیم. من میخوام پیروی کنم از علی. چرا؟ چون برای من مثل بقیه صحابه پیامبرم، اینا راه دارن نشون میدن از پیغمبر مستقیم یاد گرفتن و پیروی از اینا پیروی از پیغمبره و نشونتون میدن که اینا پیروی نمیکنند از علی و من و تو رو هم باز میدارند از پیروی کردن از علی که شیعه پیامبر بودنه. خالق ارض و سمایی حیدر خالق ارض و سمایی. بابا دارم میگم مخلوقم، تو خالقی ای الله. که خود مشرکایی که خداوند در قرآن بیانشون کرده همشون میدونن که وقتی که میگفتی من خلق السماوات و الارض، ارض و سما رو کی آفریده؟ لیقولن خلقهن العزیز العلیم. یعنی لیقولن یعنی قطعا، لا اول که فعل میاد یعنی مال تأکیده، یقولو خود فعله، اون نون مشددی هم که آخرش اومده بازم مال تأکیده، یعنی دو بار تأکید تو یک کلمه. تو فارسی نداریم همچین چیزی، باید دو قید براش بیاریم. آیه دیگه میگه که من خلق السماوات و الارض لیقولن الله، قطعا میگویند قطعا خدا. من خلق السماوات و الارض لیقولن الله، من خلق السماوات و الارض لیقولن الله. اینا چی؟ خالق ارض و سمایی. ای حیدر، حیدر چی؟ مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. کی رحم میکنه به مخلوق جز خالق؟ کی رحم میکنه؟ خالق ارض و سمایی. مولای یا مولای انت